سلام دوستانی عزیز. دوستان، برای پیشرفت کاری ما обуна шуданро ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед. ин ҳама заҳматҳо ба хотири шумост. барои заҳматҳои моро қадр карданатон аз шумо сипосгузорем. ташаккур барои таваҷҷӯҳатон. салом дӯстони азиз, ба шабакаи аслии мо дар ютуб бо номи умедҷон HD обуна шавед ва филмҳои наву ҷолибро бо сифати баланд ва бо шакли пурра тамошо кунед. дастгирии шумо пешравии мо. умедҷон HD ҳамеша бо шумост азизон. умедҷон HD ҳамеша бо шумост азизон. پدرم کجاست؟ خانه رفت؟ نه خیر، رفت تا کم قدم بزنه عمر جان. برش رسان خونیست. یک پدر هست دیگه عمر جان. ایره خو میفهمی. خانم اسما کجاست؟ هنوز نامده؟ نه خیر نامده. فکر کنم کارهای مهمتری داره. به نظر ما بهتر است که منتظرش نباشی. هنوزم باورم نمیشه. چرا به من خبر ندادی؟ آجل خودم میرساندم. دخترم اگه میامدی چی تغییر میکرد؟ قدرت از خوردی تا حال باشد دوام میکنه، اما حتی تصورش کرده نمیتونستم که قسم یک کار انجام بده. بسیار کار بد شد. انسان با بچه کاکای خودی کار کرده میتونه. اوه خواهر، بچه کاکای چی؟ انسان با دشمن خودی کار نمیکنه. خدا را شکر که از اینجا رفت. بار دیگر رنگش نبینیم انشالله. دخترم از پشتش قدر گپ نزد. شما با هم کلان شدین. مثل خواهر بیادر هستین جانم. باید به عنوان خواهر کلان ببخشیش. هرگز. حتی اگه بیادرمون را ببخشم من خود بخشیدمش. من یک بار چطور نمیبینم که من همراش گپ میزنم تا راحت شم. راخ زحمت نکش خواهر جان. من پیشش رفتم چراغ اتاقش خاموش بود. خب پس درست است. بعدن میرم. شاید تا فردا کمی خوب تر شوه. یک سحر کم بود. خوب شد که وام آمد. بچه و پدر به هم دیگه بندازین، باز قسم رویه کنین که هیچ چیز نشده. بچه این به خاطر شما از خانه رفت، اما شما حتی خبرم ندارین. خدا میفهمه که قدرت حال چی میکنه. عمر چطور است؟ خبر داری؟ نمیفهمم. از خاطر قدر جار جنجال از یادم رفت. مالیم به خاطر رفتن بسیار ناوقت شده. ناوقت شده، اما برو دخترم. ما و خواهرت اینجا هستیم، از چطور مراقبت میکنیم. پس درست است. اگه لازم شد شبم در شفاخانه می باشم. کاکا خلیل تمام روز اونجا بود، خسته شده. درست است، اما خبر بدی، به تشویش میشیم. درست است. تو هم تمام روز خود ناراحت ساختی. بسیار خسته به نظر میرسی. این وضعیت خوب خواهد شد سحر. همیشه همه قسم خود بود. نمیفهمم. شاید آشتی کنه.
چتن طرف تو رفته. مدت زیاده از کسی قهر بودن نمیتونه. باز خود دیدی به زودی قدرتم میبخشه. خب اگه قدرت طرف خانم کاکایم رفته باشه باز فکر نکنم این جنجال خلاص شود. هرچی که خیر باشه. کوچرم ریا دورم بریم دارم بریم کورم ام کوچرم ریا دورم بریم دارم بریم کورم جانی شیرین والتان کرم بیروکان لوری لاری لوری کن سبرو آلام جیام دده حلیل بنشبین شرنای جدستین لوری 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 کن سبرو آلام جیام دده حلیل. اوف چتن کجا هستی؟ چرا تلفن جواب نمیدی؟ بالای من قهر هستی؟ من خود نفهمیدم. دخترم شادخت مرا کسی ناراحت ساخته چطور؟ پدر بچه‌تم زنگ میزنم کمرش گپ بزنم اما این تلفن جواب نمیده. چرا خدا ناراحت میسازی دخترم؟ شاید تلفنش در خانه مانده باشه یا هم برش کدام کار پیش شده باشه. فردا برش زنگ بزن. حالا دیگه به حال پدرت ببوس و استراحت کو. آی آفرین به تو دمت. چند ساعت میشه که منتظر خبر تو هستم اما تلفنتم جواب نمیدی. دختر جان از تشویش کم بود بمرم به خاطر که پیش تو بیایم. با مادرم یک عالم دروغ گفتم. چی شده؟ این چی وضعیت است؟ اتفاقات بدی رخ داده سیب است. از خاطر چتن است؟ از خاطر همو هست. بیوزو وقتی مادر قدرت مرا دید بسیار عصبانی شد. بعدن چتن آمد و همه چیز گداوت شد. نیم ساعت اونجا بودم دیگه چی میکردم. بعدن قدرت مرا خانه رساند. چتن بیچاره خدا میفهمه چقدر درد کشیده باشه. تو چی میگی ها؟ میفهمی از صبح تا حالا قدر گریه کردیم که اشک چشمایم خشک شده. باز تو هنوزم چتن گفته میری؟ معذرت میخوایم دمت جان. فقط به خاطر که دوستت هستم حق تلفی کردن نمیتونم. تو هم کار خوبه نکردی که به خاطر حرص پول او را الا کردی جانم. من روز قبل این موضوع را واضح برش گفتم که قرار است تو از دوست پسرت جدا شوی. باز روم یک دستگال مقبول آماده کده پیش خانه تاورده بود. تو چی میگی سیبل؟ امروز؟ حتما میخواسته همراهت گپ بزنم. چی میکنی جانم؟ حوصله کار کردن برام ماندن. حال مام کار میکنم. ترگت میفهمم قهر استی اما چندین ساعت میشه که از قدرت خبری نیست. با موبایلش هم جواب نمیده. یک بار از پشتش نمیری؟ باندگه زوحل پیش دوستاش رفته بودم مورد کارایش با اونا میگه و با هم میخندن. فکر میکنی او رو نمیشناسم؟ ترگت هیچ دلت برش نمیسوزه ها؟ بلی از خدا او بچه از انسان کمی به تشویش میباشه. زوحل بس از دیگه. امروز نمیخوایم در مورد قدرت چیزی بشنوم. اگر اجازه بدی میخوایم کار کنم. بچه هم که بخند دیگه. با ما سیل کن.
ایره بنوش کم راحت میشی. فکر میکردم رابطه ممنوع پدرم خوب شده، اما ترگوت پای راست تغییر نکده. اما وقت چتینه بد بگویی به یک جانور مبدل میشه. و آمق به جانه بس دیگه. کاری که تو کردی و قدرم کار خوبه نیست رفیق. نه که میخوایی برات آفرینی بته چطور؟ اما تو صبر کن، به زودی از نظر پدرم مندازمش. این خانوس سر فیلم است، باز آخر فیلم بیبی تمام جزای کارهای گذشتهش برش میتون. بچه تو یک انسان بسیار مهربان و پاک دل هستی. شاید یک دیگه خدا زیاد نشناسیم، اما ما تو رو مثل بچه اصلیم دوست دارم. میخوایم دو چشمای مقبولت هرگز درد نبینم، هرگز هیچ کسی قلبت نرنجانه. کاش که از دستم ساخته می بود تا غمایت با خود میگرفتم، اما این کار امکان نداره. هیچ کسی به تمام معنی در غمای کسی شریک شده نمیتونه. میفهمم سر تو حق ندارم، اما اگه سرم کمیان باور کنی، مرا خالایشت قبول کنی، هر وقتی که با کمک نیاز داشته باشی من در کنارت می باشم بچه. زنده باشین خالایشه، زنده باشین. کجاستی بچیم؟ نمیفهمی که مادرت بدون تو خوابیده نمیتونه؟ هنوز نامده؟ نامده ترگوت. اگه نیایه چی؟ خدا نکنه که کدام بلای سر بچیم نیایه. با ته بده بلانم میزنه، تشویش نکن. خدا میفهمه حال در کجا نوشیده میره، فقط کوره نمیشناسیم. ما از او خسته شدیم، تا وقتی که آدم نشه نمیخوایم چهرهش ببینیم. بالش کم بلند کنم بچیم؟ خوب هستی؟ تشنه شدی قندم؟ برات کم آب بیارم؟ پدر جان، چیزی که میخوایم تنهایی است که تو در کنارم باشی. یک چند دقیقه بیشین که با هم گپ بزنیم پدر جان، لطفا. عمر جان، کاکا خیلی لغ داره، پدرت هست دیگه جانه. ما داخل آمدم میتونم؟ بفرما بیا دخترم. آقا عمر، ماشاءالله بسیار خوب به نظر میرسی. خوش آمدی. خدا را شکر بهتر هستم. بیا بشی. خدا به زحمت نسازین کاکا خلی. از صبح تا حال اینجاستی. اگه خسته شده باشین خانه برید. من متوجه آقا عمر می باشم. شما درباره تشویش نکنی. مشکل نیست اسما جان، من همراه عمر می باشم. راستش اگه به اسما دخترم زحمت نشه ما به خانه میرم. اینجا بوده نمیخوایم که عمر من راحت بسازم. خدا کنه که مرا درک کرده باشین. فقط که عمر تنها باشه. توبه. خواهش میکنم پدر جان، اما با نظر من بهتر است که استراحت کنین. شما اصلا به تشویش عمر نباشین.
اپک دخترم، تو خو از صبح تا حال همراه من اینجا بودی و خسته شدی. بریم دخترم تا کم استراحت کو که راحت شوی. اپک، با خاطر همه چیز تشکر میکنم. حق تو را ادا کردن میتونم. خواهش میکنم عمر جان. ایگه پاره زده مرا خجالت میسازی. من فردا باز خاط آمدم. عمر ما، اول به خدا و بعدن به تو مسپارم بچین. اگه به چیز ضرورت داشته باشی یا کدام مشکل باشه، هر وقت که خواسته باشی میتونی برام خبر بدی. خب دیگه، شب بخیر. شب بخیر. متوجه خودتان باشین. خوش آمدی چطور؟ چیزی نشده جانه. دوست دختر ما آوردیم تا با مادر معرفی کنیم. ما هم دیگر بسیار دوست داریم. با خاطر هیچ کسی از خوشی‌های که منصرف نمیشیم. حالا که مشکل تو فقط همراه ما هست و میخوایی به ما دشت بتی، حالا که از ما متنفر هستی، اگر جرأت داری پس بیا که حسابی کنیم. ما منتظرت هستم. نفرید بود؟ نه بچیم نفری چی چتن است. من ازم حیا نکده برم پیام روان کرده. جالب است مرا اختارم داده. بسیار زورش داده مرا در میدان مبارزه دعوت میکنه. نخیر بچه مشکنی که اونجا نری. اعصابش خراب است، حتما زیاد نوشیده. ناخدا در بلا من رزی دیوانه. کشته مال از خنده. هر چقدر که قهر باشه هیچ کاری کردن نمیتونه. فکر کردی مستو میترسم چطور گک؟ اینم میایم منتظر باش. منتظرت هستم. بیا قدرت، بیا. بریم دخترم بخوابیم. بسیار ناوقت شده. تا صبح همه چیز خوب میشه. انشالله یک روز خوب خود داشتیم. حالا دیگه بچیم جواب بده. شب بخیر خانم کاکا. هنوزم کدام خبری نشده؟ نه خیر چنار، هنوزم کدام خبری نیست. اسما بازم کار خود انجام داد. کاکایش بازی داده، زندگی ما را تباه می سازه. اگه به سر بچیم کدام بلایی بیایه باز هیچ وقت اسما را نمی بخشم. براتون گفته باشم از بچیم دست بردارین. چرا ای کار میکنین؟ توبه توبه، من این روکه بازمان در رفته بودم.
کارت بد نیست خانم کاکا. هیچ وقت کارای بد بچه نمیبینی، همیشه انگشت طرف است ما درست میکنی. بلیاز خدا شما چی گفته میرین؟ بجایی که اولادای خدا پیدا کنیم گپای ناق زده میرین. زحل خیرت باشه ترگوت. توفنگچم در اوک میزم بود، برام بگو تور از اونجا گرفتی؟ چتن چتن بچه قدرت چتن خدایا تو خودت نگاهش کن. میخوای قدرت مرا بزنم؟ میخوای بچه من از بین ببرم؟ چتن دخانه نیست، اسلحه هم نیست. شده بچه چتن میخوایم بچه ما بکشه ترگوت. این قسم طرفم سایل نکنین، میگم قدرتم میخوایم بکشه ترگوت. برای تو زور میکنم یک کار کو بچه من نجات بده. مادر تو خوب هستی؟ تلفن مرا بیار زود شو. درست است. زحل همیال به قدرت زنگ بزن. ترگوت موبایل تا بته. حالا بته. بچیم قدرتم بچه یک تانیم، لطفا جواب بده. چنار برش بگو که بچیم از بین نبره. خانم کاکا آرام باش، مادر تو هم آرام باش. بلیاز خدا مادر باری چتن گپ میزنی، او به کسی ضرر رسانده نمیتونه. چتن قربانت شوم تلفنت جواب بده. جواب نمیده. چنار لطفا مانه کارشو که به قدرت کدام ضرر نرسانه. پیش تو زر میکنم بچه ما کمک کن. این آمدم چتن، دردت بگو که دوا کنم. جواب نمیده. زحل بلیاز خدا لطفا آرام باش، حالا وقتی کارا نیست. طرف ما ببین زحل، قدرت کجا رفته میتونه دفعه فکر کن. نمیفهمم چنار، نمیفهمم. بعد خانه برآمده و رفت. گورکان، شاید پیش گورکان رفته باشه، اما تو نیست. خدایا. قدرت ما را به چی حالت رساندی؟ خدایا خودت کمکش کن. زنگت رخ میکنه زحل.
پیام جواب نمیده. خدایا خودت برم صبر بده. به خونش میریم. شاید او بفهمه که کجا رفته باشه. حالا سوهل بیا که بریم. عجله کن. سوهل بیا دیگه. سهر تو در خانه باش دخترم. اگر کدام گپ شد ما رو خبر کنی. درست است مادر. چرا همراهی می کار کردی؟ ما چی کردیم چطور؟ احمق با سوالم جواب بده. چرا این کار کردی؟ چی شده؟ یکی زبانت نمیگرده ها؟ چرا دوست دخترم ازم گرفته گفته نمیتونی؟ تو ازم سوال اشتباه میپرسی چطور؟ باید دیر از خود بپرسی که ما چی کردیم و چرا او دختر از پیشم رفت. احمق از ما چی میخوایی ها؟ گفتم از ما چی میخوایی؟ چرا مرا قدر زجر میتی؟ چطور تونستی کارم رم کنی؟ تو خو میفهمیدی که من او را دوست دارم. باز چرا این کار کردی؟ واسه تو من این کار کردم چطور؟ خواستم جزای کارهای گذشته تا بتم. ما چی کردیم احمق؟ ما چی کار بد کردیم؟ همیشه طرفداری تا کردیم. همیشه در مقابل کاکای مسعود طرفداری کردیم. خودت هم زیادی لعنتی چطور؟ میخوایم تمام چیز ازت بگیرم تا جزای کارهای گذشته تا برات نتم دلم یخ نمیکنه چطور؟ ما تو را مثل بیادر خود فکر میکردم، اما تو چی کردی؟ وقتی تو کل چیز داشتی حتی ما یک لیرم نداشتم قدرت، بازم خواستی همه چیز از ما بگیری. من در زندگیم تنها چیز را که داشتم دمت بود، خواستی او را از ما بگیری. میفهمیدی که من او را دوست دارم، بازم خواستی کار کنی. چطور خواستی کار کنی؟ بگو قدرت. تو بودی که همه چیز از پیشم گرفتی ها؟ تنها بودن و کسی که تو را دوست نداشته باشه چه قسمت چطور؟ تو دردی را حس کنه میتونی؟ ما همراهت هیچ کار نکردیم. حالا ما میفهمم که همراه چی کنم قدرت. با آمدن او ماری مشکلات سر ما آمد. گرفتن جان یک بچه برش بس نکده که حال پشته ترگود بچه ما هم گرفته. ای چی حال است؟ سر کل ما زهر خدا میخواه بپاشانه. در بین اقدر دخترها رفته دوست چطوره پیدا کرده دیم دست مادرم از همتون نیست. اگه آتش سوزی شود چه نار کده؟ اگه در خانه جنگ شود از دست چه نار است؟ پس دروغ میگم؟ قبل از آمدن او مادر بی برکتت ما چی مشکل داشتیم؟ همین که قدم خود بخوانیم مامان مشکلات ما شروع شد. تو هیچ وقت خودم مقصر فکر نمی کنی نی؟ حتی فکرش هم نمی کنی. شاید دلیل کل این کارات تو باشی. شاید به خاطر دروغ گفتن توی قسم شده باشه. آفرین به تو. ای که به شما احساس بی پدری و بی مادری را ندادم اشتباه کردم. با اولادای یک قاتل من رحم کردم. من از شما مثل مادر و پدر مواظبت کردم. حال فهمیدم که بسیار یک اشتباهی کلان کرده. قسم نگو مادر کلان. تو میفهمی که اشتباهی چی است؟ پس دیگه چی میکردم؟ میگفتم مادرتان نمرده در زندان است. میگفتم جان پدرتان گرفته اما هنوز هم زنده است. در هر روز ملاقاتی از دستتان گرفته پیشش میبردمتان. باز او وقت کل چیز خوب میشد. باز او وقت بسیار خوش میشدی. اما ترس ای که خوش میشدیم نمیفهمیم، اما حداقل دشمن یک دیگه خود نمیشدیم. تو حتی برای ما یک دفعه حق انتخاب ندادی. با گفتن گناه داره با جزاش ببینه کل زهر. مادر ما به وجدان میگینی؟ دستل تو به وجدان هستی. این قهر تو از کل زهرهای دنیا کده قوی تر است. درسته سهر خواهر. آسیا مادر قربانتان شام شما ما رام باشین. بله دخترم همونطور است. قهر ما از زهرهای دنیا کده قوی تر است. همونطور است نه؟ اما میفهمی چرا؟ وقت از یک مادر اولادش بگیری باز وجدان و مرحمت او رام همراهش میگیری. این را فراموش نکو. باز او وقت چشمایش هیچ چیزی را نمیبینه دخترم. بخصوص وقتی که او قاتل ده پیش روی چشمایش پرندوار پر بزنه. متاسف هستم به خاطر یک زن که مرگش نزدیک از دلت نمیسوزه. هر قدری که خواسته باشی داد و فریاد بزن. من به بیگناهی مادرم باور دارم. حداقل دا آخرین نفساش جان خود براحتی خود داد. اما باز شما چی خود کردین مادر کلان؟ با عذاب و وجدان چطور زندگی خود کردی؟ آیتون
قومندان صاحب. بیرون برین. قدرت اگه چتنام اینجا باشه چی؟ اگه قدرت چیزی شوه باز چی کنم؟ چتن قربانت شوم کدام کار اشتباه نکنی. قدرت حالا دروازه رو باز کنین. قدرت دروازه رو باز کنین. بالاخره میخوایم که ایره به اثبات برسانم. قدرت چتن یارا چی شده باشه؟ قدرت یا چتن اینجا آمده بود؟ تا حالا اینجا بود، چند لحظه پیش برآمد. خدایا این بچه ها کجا رفته باشه؟ کجا رفتن از بچه؟ چتن یک پیام آمد. ده پیام برای چی نوشته بود؟ زود برام بگو بچیم ده پیام چی نوشته بود؟ با میدان بازی خواسته بودش، بازو هم رفت دیگه. براش گفتم نرو اما گپ ما قبول نکرد دیگه. قدرت کدام میدان بازی؟ در سر رایتون یک پارک است، ده همونجا خواد باشن. چطور از درد بوکس مزید میته؟ فکر میکنی من قصد خود گرفتن نمیتونم؟ میخوایم تمام زندگی تزید بگیرم. تو تمام زندگی من حتی پدرم ازیم گرفتی. ایرا باید داشته باش ممتازین دستم و دختر اعلان نمیکنم. میخوایم انتقام تمام دردای گذشته ما بگیرم. تو چقدر بی غیرت هستی، واقعا بی غیرت هستی. تو ایره خوب میفهمیدی که من دمت دوست دارم، بازم چطور دانستی کارم را کنی؟ خودت با کاکان جنگ کردی، مرا نوق ذخیر ساختی، کمه باید درک داشته باشی. مقصر هر کار خودت هستی. گفتم اعلان کنم. حال زور داده که دمت تو احمق فکر کرده اعلان کرد. بهتر است که دمت فراموش کنی. حالا دیگه دمت به همیشه از ماست. دهنتا بسته کو دهنتا. کشتی ماز خنده. زور داده که دمت حال مرا انتخاب کرده ها. گفتم دمت فراموش کو. او دیگه به همیشه از ماست شد. چطیات نگو. دمت از ماست. دمت فقط از ماست. نامورم به زبانت نیاد. فهمیدی؟ دمت فقط از ماست. از ما خود بود. حالا ترگوت حالا کمدگام تیز برو. پیش از اینکه چتن به بچیم کدام ضرر برسانه باید ما اونجا برسیم. خدا نکنه زحل، قسم نگو لطفت. چتن هیچ کاری نمیکنه. اونو مثل بیادرازن هیچ کاری با هم دیگه نمیکنه. میتونن جانم. بیادرم رای بیادرختو کارایی میکنه که عقلت از دست میدی. چوب باش زحل، چوب باش. هیچ چیزی نمیشه. من اجازه نمیتونم که چیزی شوه. فهمیدی زحل؟ پس چرا اسلحه را با خود گرفته ها؟ برای نشان دادن گرفته؟ خدای خودت از اولاد مواظبت کو، اونو به هم دیگه ضرر نرسانده باشن. چتن وقت تصمیم خود گرفته. ای که بیادرش است بچه کاکایش است. دقیقه هیچ کدامشان نیست. خدایا لطفا او را کمک کن. تو مرا لوده میگی احمق. کدام روز اعصابم خراب میشه تو را از بین میبرم. زیاد گپ نزن چتو. همیش مرا دست کم گرفته و بازی را میبازی. حیف ازی که نام آدم از سر تو ماندن. بارو ما برات نشان میتون. تو چی میکنی قدرت؟ هیچ چیز کده نمیتونی. کجا رسیده باشد؟ نیک هنوزم بچه را پیدا نکردم. خدا کنه کدام کاری نکرده باشد. خدایا خودت کمک ما کن. بیادر ما به درد گرفتار نساز که از اودش برآمده نتونه. اومار باز کار خدا انجام داد. خدا میفهمه که گوشای چتنه چقدر پر کده باشه که تو دشمن قدرت شده. اما خداوند بزرگ است، حتما جزایی کارایش برش میده. البته چیزی را که کشت کنی داره او میکنی. نیک ما در جای اشتباه آمدیم. ترگوت جانه در اینجا خواهی هیچ کسی نیست.
بیادر اونجا هستن. همیان موتر استاد گذود شد. قدرت قدرت صبر کو بچه به قسم نکو. صبر کو اولادا جنگ نکنن لطفا. شما چی بکنین؟ بچه تو هم بلند شو. بچم نه که عقلت از دادی. بچم تو خوب هستی؟ ما با هم چی گفته بودیم؟ این موضوع را بسته کرده بودیم. جان مادر این حالت طبیبی دستاید بشکنه انشالله. خداوند لعنتتان کنه احمقا. من شما را به همین روز کلان کرده بودم. در زیر یک چتر با هم کلان شدین. در یک دسترخوان با هم نان خوردین. بچه کاکانه باید با یک دیگه تان بیادر بگوین. مثل دشمنا دست با یک خند میشین. نمیشرمین احمقا. با این کار خدا قهرمان فکر میکنین. با نظرتون با این کار کل چیز حل میشه. شما با هم بیادر هستین. بیادر در خانواده قسم خصومت نمی باشه. اگر کدام مشکل داشته باشین باز گپ زده حلش کنین. اگر نه باز هر دوتون پشیمان خود شدین. درست است بیادر. بار دیگه تکرار نمیشه. حالا همراهشان قسم رویه نکو. باید هر دوشان آرام شون. مطمئن هستم هر دوشان پشیمان هستن. همه تونست اولادا. تو سپاسگزار پدرم باش احمق. اگه اینا نمی بودن باز میدیدی کمرا چی میکردم. آرام باش بچه. قربانت شوم. آرام باش. توفنگ شربته. بار دیگه قسم لودگی نکنی احمق. او موتر است. لعنتی تو خودم مرد فکر میکردی ها. مردی رو برات نشان دادم. حالا فهمیدی که مردی چی است؟ دیگه صدایت نکش. حالا حرکت کنین. حالا جان مادر بریم. باش که دستوریت پاک کنم یک دانیم. بیا جانم. تو هم همراهی ما بیا. این موضوعات فراموش که تو هم همراهی ما بیا. کاکا دیگه نمیتونم دو خانه باشم. شتن برات گفتم حرکت کو. این موضوع رو در خانواده حل میکنیم. اگه من رئیس خانه باشم باز هر چی میگم انجام بدین. گفتم بریم. گپ کاکایت گوش که بچیم. بیا. اولاد شیرینه. وقت شما را اتو میبینم قلبم آتش میگیره. اگه بفهمن که شما بیادرای هم هستین، هر دوتان از یک خون هستین، باز وقت قسم با هم دشمن نمی باشین. باز وقت طرف یکی دیگه تان به نفرت سیل نمی کنین. خدایا خودت از اولادم کینه را دور کو. بیادر دشمن بیادر نساز لطفاً. چطورستی جان مادر؟ کدام جای درد میکنه؟ نه خیر مادر خوب هستم تشویش نکن. آقا عمر شما چرا جایتان بلند شدین؟
راستش دیدم شما خواب بودین نه؟ خب چی فرق میکنه آقا قمر؟ چرا مرا صدا نکردین؟ من خب بیدار میشدم. بگوین چیزی میخواستین؟ شما خواب بودین باز مام خواستم سرتان کمپل بندازم. اوه خدا، چرا خدا به زحمت ساختین؟ شما بالای کوچ خوابیده بودین، مام خواستم که بالایتان کمپل بندازم. حالا استراحت کنین. انشالله زودتر صحتمند شوین. زنده باشین. آی خدای من، این چی وضعیت است؟ همراه یک دیگه تون چرا ایتو کردین که دیوانه شدین؟ حالا یک ساعت با تو قصه کنیم. وضعیت اینا رو نمیبینی؟ اگه اقدر میخوایی بفهمی از بیادرت بپرس. چتن تو خوب هستی جان خواهرش؟ حالا بیا اینجا بشی. من خوب هستم خواهر، خوب هستم. خوب هستم بیادر، چیزی نیست. فیدان حالا زود کو بستی کمکای ولیره بیار. ضرور نیست. هیچ کس به اینا کمک نمیکنه. قدرت، چتن، هر دویتان به اتاقایتان برین. کل شب بشینین و درباره اشتباهتان فکر کنین. باز فردا در این باره گپ میزنیم. زیاد درد میکنه؟ یک بار پیش دکتر بریم. ضرور نیست، من خوب هستم خواهر. شفا باشه بچه. او اسلحه را به خاطر کشتن قدرت برده بودی، همه تو نیست؟ تو واقعا میخواستی که قدرت از بین ببری؟ نمیخوایم دی باره گپ بزنم، لطفا مرا تنها بانید. اگه به کدام چیزی ضرورت داشتی باز مرا صدا کن. توی را پس ده جایش ببر. ترگوت کجا میری؟ میرم تا حد بچه تا برش نشان بتم. با کسی که حدش برش باید نشان داده شوه او چتن است. تو ندیدی که بچه ما را به چی حالت رسانده بود؟ دیدم زحل. من میگم هنوز دیرم کده، یعنی بچهت کاملت خورده. خدا نکنه جانم، اگر در وقتش نمیرسیدیم باز خدا میفهمه که چتنم راش چی میکرد. تو چطور قسم گفته میتونی؟ به خاطر از دست دادن بچه ما تو نترسیدی؟ بیبی قدرت بچه ماست، البته که بسیار ترسیدم، اما ای به این معنا نیست که اشتباهش هم مد نظر نگیریم. همیشه در حق چتن بدی میکنه. پس در او صورت اشتباهش پیش رویش نیار ترگوت. بیازو از کارش پشیمان است، اقدر سرش فشار نیار. کوشش نکردم مقابل من از بچه دفاع کنید، به دردت نمیخوره. اگه در وجود او کم شرم و پشیمانی را ببینم باز چیزی نمیگم. تو هم دیگه از او اقدر پشتیبانی نکو زحل، فقط تنها گناهکار چتن باشه. پس تو هم از چتن قدر طرفداری نکو، او هم زیاد بیگناه نیست ترگوت جان. بس از زحل، ضرور نیست گفتگو کنیم، اما حساب ایره ازش حتما میپرسم. باید ایره بفهمه که تباه کردن زندگی دیگرها یعنی چی. باید کمی آدم شوه. کل اینا از دست تو چتن لعنتی است. کل خانواده را به ضد قدرت ساختی. هر دویشان جگر خون شدن، بچه بسیار خوب هستن، اما وقتی که مثل بیادرها هستن باز چرا میخواین که جنگ کنن؟ هیچ نمیفهمم. اگر از مادر کلانم بپرسیم باز نام تو را میگیره، یعنی میگه بدبختی را تو به خانه آوردی مادر. میگه قبل از آمدن مادرت زندگی ما بسیار خوب میگذشت.
اما تو دقیقش نباش. برش اجازه نده که روحیت خراب بسازه. او را خام مشنسی مادر، اما تو گفتم میره دیگه. بله مادر، در خانه کاکایم شنستم. درست است، همیاله میایم. خیرت باشه دخترم، چیزی شده؟ درو گریه میکنه و نمیخوابه. خوشویمام حق با جانب است، ازش مواظبت کردن نمیتونه. تو برو دخترم، از دخترت مواظبت کن. خب باز فردا میبینیم مادر. شاید مادر کلان تق با جانب باشه. شاید این وضعیت قدرت چتنم به خاطر ما باشه. اگه قدرت او وقت به زحل نمیدادم باز میفهمیدن که بیدار هستن. باز وقت قسم با هم جنگ نمیکردن. یک دو نیمه. چی بلایی که سرت نامده؟ ای همه کالش به خاطر او چه ناره احمق است. ترگوت میفهمی وقتی که بچه میخوابید چند بار ترسید و بیدار شد، اما خوب شد بالاخره خوابید. خودش کد و خودش دید. هر بلایی که سرش میایه بان که بیایه. ترگوت جان، یک دفعه خدا بجای قدرت قرار بده. تو خودت در جوانی دیج اشتباه نکدی؟ حالا که بچه عاشق دوست دختر بیادرزاده چه در او رو از بین ببریم چی کنیم حالا؟ تو چی گفتم ایری زحل؟ اونا مثل بیادر هستن، چتن مثل بیادرش هست. یک آدم توی کارم روی بیادرش کردم میتونه؟ ای تو هستی که درباره بیادری گپ میزنی ترگوت؟ نقدان مرا باز نکو. کاری که در حق راستم کردی پیش کار قدرت هیچ هست. چطوری تو گپه گفتم میتونی زحل؟ فقط تنها ما او کار کرده باشم. تو یگانه شاهد هر ثانیه و هر لحظه مستی ایره فراموش نکو. زندگی من نمیخواستم که قسم بگویم، معذرت میخوایم. دختری یک دانیم. مده ای روز آدم به قابلت زیاد بی توجهی میکنم. تا وقت کلان شدن میخوایم کل خوشی ها و لبخندای تا ببینم، اما مشکلات زیاده دارم که ناخواسته در مقابلت بی توجهی میکنم. خدا کنه یک روز مرا ببخشی. ارجمند کجا بودی؟ میفهمی چند بجی شب است؟ خیرت باشه زندگیم، تو تا هنوز نخوابیدی؟ تو باز نوشیدی؟ به قهوه خانه رفته بودی نی؟ قهوه خانه چی گلم؟ همراه کاکایت بودم، یک جلسه داشتیم، در بیرون 2 ساعت منتظرش بودم. برام ناق دروغ نکن، کاکایم وقت خانه آمد. بیبی زندگیم، با دوستایم یک جا بودم، با هم چای خوردیم، یگان قصه کردیم، ولی از تو هم چیز پد کده نمیشه. برام حقیقت بگو، باز به قمارخانه خونه رفته بودی؟ بیبی سحر، با خدا مرا امینجا کم آوردی. گفتم دو چشمم امینجا کور شو، اگه ما دروغ بگویم. با دوستایم چای خوردیم و قصه کردیم، حالا آمدم. خودت میفهمی از قمار دیگه توبه کردیم. خدا کنه برام حقیقت گفته باشی. ای بار نمیبخشمت گفته باشی.
وطن ما، بچه شجاع ما، کاش به خاطر تو از دست ما چیزی می آمد. کاش می تانستم همراه تقدیر مبارزه کنم، اما دیگه توان ندارم بچیم. در آخرین نفسایم شاید در نصیبم نباشه که شما را خوش ببینم. حتی سرت قهرم شده نمیتونم. تو تا امروز بدونی کدام خواهر و بیادر بزرگ شدی بچیم. این اشتباه ماست. میفهمم اگه بفهمی مرا نمیبخشی، اما منم میخواستم قسم شبه. تو بیادر و خواهرت سرم قهر شده میتونین، ازم نفرت کده میتونین، اما من بازم ابرایتان میباشم. جگر خون نخواد شدم، دلستان نمیکنم. بازم هر چیزی که از شما برم بیایه راضی هستم، اما من پیش کی شکایت کنم قدرت؟ مادرم کجاست؟ تا حال وقت باید بیدار می شد. صبح بخیر مادر جان، بفرمایید. صبح بخیر بچه. این میز چرا تو خالیست بچه؟ اولادا کجاستن؟ قدرت کمه مریض است مادر جان، پسان یگان چیز برش باز میبرم. چند دقیقه پیش جتن رفتم، او هم گفت که چیزی دلم نمیشه. این قسم خو امکان نداره. هر چیزی که میشه شوه باید دور میز با هم یک جا بشینیم. زود برو کل اونا رو اینجا بخوای. بسیار جالب است. قبلا خویتانا بلد نبودم، حالا فهمیدم که تمام بچه شوخ منطقه تانا شما داره میکردین، اما تو نه. خوب تو فولیت بود دیگه. کل مردم منطقه سرم هم قهر میشدن و هم مرا زیاد دوست داشتن. صبح بخیر. صبح بخیر پک، خوش آمدی. خوش باشی. میخواستم صحتت بپرسم، اما یکی صدای خندایتان از بیرون شنیدم، باز فهمیدم که بسیار خوب هستی. کاکا خلیل کجاست؟ پدرم به دکانش رفته، کم کار داشت، پس آن میآیند. کاش زحمت نمیکشیدی. زحمت چی عمر جان؟ راستی این کتابم من گفتم شاید خوشت بیایه. دسته من موضوع چی بود؟ با من بگین که کم خنده کنم. خب دیگه قدر مهم نبود. با خانم اسمات فعالیت ما قسم میکردم، از خاطر خنده میکردیم. راستی اسما جان، این زحمات طرف رو مشت کرده نمیتونیم. شب اینجا بودی، بیدار خوابی کردی، راستی به حال رفته میتونی. تا وقت کاکا خلیل بیایه من پیش عمر میباشم. خب راستش ما زیاد خسته نشدیم، اما این چه قشل از دختر دیوانه، هیچ از اینجا نمیره. این دختر لودت چرا جواب نمیده؟ توی لعنتی، اگه پدرم نمی آمد باز برات نشان میدادم که یک نان چند فطیر است. بچیم ماشاءالله خوب معلوم میشی. حالا بیا که صبحانه بخوریم، مادر کلانت میخواید تو را ببینه.
مادر تا وقتی که چتن لوده اونجا باشه من نمیایم. باز وقتی که او رفت برام خبر بتن میایم. تو چه قسم گپ میزنی بچه؟ تو چرا بعد از اون نان میخوایی بخوری؟ او باید از سوپ آسان‌تر بخوره. تو نه، او نباید در دور میز بشینه. اینجا خانه تو از بچیم، از او نیست. مادر تمام اینا به خاطر شما است. پدرم مقصر نیست. من پیش اونا نفر سوم و چهارم هستم. اتو نکو بچم، مادر کلانت خفه نساز. بیا که صبحانه بخوریم. خالایش شما چی گفته میرین ها؟ ما حتی دیگه نمیخوایم چری قدرت ببینیم، اما شما میگین برو امرای او صبحانه بخوری، امکان نداره. اتو نکو بچم، او هم مثل بیادرت است. هنوز خورد است، حتما متوجهش باش میشه. خالایش او بیادر من نیست، او هیچ چیز من نمیشه. درست است فقط به خاطر شما میرم. بیشی برای چای بیارم. درست صبحانه تا بخور. نه زندگی ما دیگه باید برم دیر شد. پول ماندی نه؟ امروز روز آخر بله برق است. بیبی یک دانم راست میگی، اما پول ندارم. یعنی چی که نداری؟ چند روز پیش معاش گرفتی، اونا را چی کردی؟ نه پول داشتم، یعنی پول دارم. پول به یک کس دادم، یعنی یک دوستم است، همسر او مریض بود، به او خاطر بر از او پول قرض دادم. امروز برات میدادم، یعنی اما بر یک روز خون نمیشه. نه خب دیگه تو تشویش نکن، من حلش میکنم. ما دیگه میرم. صبح بخیر. باشه جان بچه، من گشنه نیستم. نوش جانتان. ترگوت، حالا شما یک دفعه بیرون برین. میخوایم همراه نواسایم یک جا صبحانه بخورم. اولادا، تمامتان متوجه باشین و به گپایم خوب گوش بدین. بولونیای پنیر دار آماده است، ببر برشان. دختر تو نمیشنوی؟ دمت همراه که گپ میزنم. این طرف تل کن. تو صدای من نمیشنوی؟ نشنیدم اما میبخشید. دختر جان تو خوب هستی ها؟ ترا چی شده؟ نه سر صدا میکنی، نه کدام کار میکنی و ایرام نمیگی که همه بسا سر صدا نکن. موبایل در دستت نیست، به خاطر فرار کردن بهانه میکنی دختر. نخیر میفهمم که ترا چیز شده. حالا دیگه برام بگو ترا چی شده ها؟ چیزی نیست اما اینا را به ما بده، مشتری ها منتظر هستن. تو با خدایا ایره خو کدام چیز شده، اما خیرت باشه انشالله.
نیسا چی شده دخترم؟ چرا صبحانه نخوردی؟ هیچ چیز دلم نمیشه پدر. چتن بیخیش جایم از بین برده. از دیروز تا بالا که هیچ خبرش نیست. به زنگ امید جواب نمیده. به هر صورت نوش جانتان پدر. بله مشنوم، ولی هیچ خوش نیستم. نفرت که چتن نام داره کجاست؟ 2 روز میشه که موبایل خدا جواب نمیده. ای کار اشتکانه است. تو خو میفهمی ما ای کارا را خوش ندارم. درست است، عاجل منتظر خبرت هستم. آقا بچه ترگوت پیوراز همراه دخترتان هم سنفی است. یک بچه داشتم و تو نیست؟ بله بیادر، چی کنیم؟ فعلا فقط تعقیبش کنین. ما که خبر دادم باز اقدام کنین. اطاعت باش آقا. شما هنوز جوان هستین، حال ای را نمیفهمین، اما خانواده است که انسان راحت میسازد. زندگی را وقت درک میکنی که پیر شوی، او وقت آیسته آیسته نزدیکا و قارب خود از دست میتی بچی. درست مثل درختی که در خزان برگایش میریزه، هر سال پیرتر و پژمرده تر شده میری، کم دگام ناتوان میشی بچی. زندگی بسیار کوتاست، بسیار زود به خودتان دوستای خوب پیدا میکنین، بسیار زود اونا را از خود میسازین. دوستا زود خفه میشن. یک دوستتان بسیار زیاد دوست میداشته باشین، یک بار میبینین که با یک گپ بسیار خورد با هم دشمن میشین. اما هیچ کس مثل بیادر براتان شده نمیتونه. جای هر چیز دیگه بالاخره به یک شکل پر میشه اولادا، اما جای بیادره کسی پر ساخته نمیتونه. ترگوت ببینین، با کسی چیز نمیگه، اما از وقتی که بیادر خود از دست داده همیشه یک بخش زندگی شامل غم و پریشانی است. همیشه جیگرخون می باشه. بله از خدایی کارا رو نکنین. در بین رابطه و محبت بیادریتان هیچ کس جای نتین لطفا. حال روزای آخر عمرم است. در پس پیری مرا جیگرخون نسازین. اگر کمیان بالای شما حق داشته باشم باز همراهیم وعده کنین که خصومت و دشمنی را به پایان میرسانین. دوباره با هم مثل بیادرها می باشین. وعده کنین. گفتم وعده کنین که دیگه به یک دیگه خود بدی نمی رسانین. لطفا اولادا. انشالله که آسیا مادر اولاد ما آشتی میندازه. خداوند لطفا قلبشان را نرم بساز. خب دیگه وعده نمی کنین؟ وعده میکنم مادر کلان. قدرت وعده است. آفرین، شما را ما پرورش دادیم. میفهمیدم که گپ مرا قبول میکنین اولادا. دیگه نمیخوایم که شما را در حالت جنگ ببینم. نوش جانتان. نوش جانتان.
عزیزم، شاید متوجه شده باشی که آسیا مادر به خاطر موضوع اولادا بسیار قهر شده. به خاطر حل ساختن این مشکل هر کاری که از دستش بیایه انجام میده. اما تا وقتی که چتن در این خانه باشه هیچ چیز خوب نمیشه. من برات گفته باشم. بیبی زوهر، اگه کمی هم از خداوند میترسی باز وجدانن گپ بزن. چتن آرام بان. در خانه هر مشکلی که پیش میاد سر چتن مندازی. کمی بچه خدا مقصر فکر کو. یعنی که تنها قدرت مقصر است؟ او دختر چی؟ او هیچ گناهی نداره. وقتی که قدرت نخواهی او هیچ کار نمیتونه. معلوم میشه که بچه ما را فریب داده. فکر میکنی که چتنی را نمیفهمه؟ چرا بجایی که از دختر حساب بگیره از قدرت میگیره؟ گوش کن چتو، ایره هیچ وقت فراموش نکنی. تو هیچ وقت بیادر من نیستی بلکه دشمنم خود بودی. به خاطر که مادر کلانم خفه نشه چیزی نگفتم. ها راستی هر چیزی که از تو باشه ازت میگیرم. دیدینه حتی او دوست دخترته ازت گرفتم و هیچ چیزی کده نتونستی. شت. وعده ای که به مادر کلان دادی فراموش نکن. فکر کو حق با جا نبستی. فکر کو قدرت واقعا عاشق او دختر شده. آدم یک دفعه فکر میکنه دوست دختر قبلی بچه کاکای خوده او چطور به خانه آوردم میتونه زاهل. من نیت او را خوب نمیبینم. آی چتن، اگه تو را از این خانه بیرون نکنم زاهل نباشم. اول تو را بعدشم خواهرایته. وقتی که شما نباشین باز چنارم اینجا نمی باشه. خدایا کمکم کن. خواهش میکنم کمکم کن. خاله عایشه در اینجا چی میکنی؟ هوای تازه میگرفتم. متوجه باش که بسیار خنک است. هیچ درست نبود قدرت. تو بزرگترین اشتباه انجام دادی. تو دمت و همه چیز از ما گرفتی. حالا ما جانتا میگیرم که بیازه به تو ارزش نداره. شما تو خوب نیستی. حالا بیا که بریم. بیا که مثل مادر و بچه با هم گپ بزنیم. مادر پیشاکر کمان بگیرم.
خانم کاکایم خوش نداره. بیازو اعصابش خراب خود شد. درست است. خیرت باش عروس. بازم آمادگی کجا را گرفتی؟ کجا میری؟ خانه کاکایم میرم به دیدن خالایشه. خدای من، میخواستم که دوستای من دعوت کنم. چقدر وقت میشه کسی به خانه ما آمده؟ به خدا زنای همسایه میشرمو. درست است مادر، برشان بگو که فردا بیاید. نه خیر تو برو. مکی که برک خود ما آماده میکنه. ده عمر خود غذا را هم پخته میکنه. حالا لکنا وقت میشه. برو که خالایشید قهر نشه. حالا دخترم داخل بریم. تو خانه کاکایم میری؟ مهمانا میان، وقتی مهمانا رفتن باز میری. خدای من، نمیفهم که چطور انصاف پیدا کرد. سحر دخترم، از امو برکای پینیری که پخته کده بودی همسایه خوش کردن از امو پخته کو. فکر کردم اگه قدرت از بین ببرم راحت میشم. ما چی کنم خالایشه؟ هیچ نمیفهمم چطور آتش قلب ما خاموش بسازم. انسان فکر میکنه که با هر دردی که برش میرسه از بین میره. امروز یک درد میبینی، میگی که دیگه تحمل ندارم و حتما میمرم. میگی که دیگه چیز نخواد دیدم و دیگه گپ زدن نخواد تانستم. میگی نمیخورم و نمینوشم. اما با مرور زبان همه چیز خوب میشه. البته که همه چیزش خوب نمیشه. اگه مثل اول نشه اما بازم کمی خوب میشه. با چشمایی که میگی سر نمی کنی خود دیدی. با چشمایی که گپ زدن نمیتونی گپ میزنی. یک بار میبینی که گوش نشدی. یک بار میبینی که خوابت گرفته. زندگی ده گذر است. دردای خدا کم ساخته به زندگی ادامه میدی. با مرور زمان دردام مداوم میشه. با شما مقدر ضرر رسوندن خالایشه؟ بله ضرر رساندن بچه. به تنهایی یاد گرفتم که چقدر مقابله کنم. فکر میکنی کدام کسی است که هیچ درد ندیده باشه؟ کجاستی بچیم؟ قدرت؟ بچیم تو کجا بودی؟ رفتم که یکم هوای تازه بگیرم. با کی زنگ میزنی؟ طرف ما بیبی. نه که با او دختر زنگ میزنی. مادر، حال به زنگ زدن ما غرض میگیری چی شده؟ بچیم گوش کن، میخوایم متوجه تو باشم. جوان استی، مقبول استی، شکر خدا پول داری و ثروت هم داری. تو کی استی و او دختره بیبی که کی است؟ یک دفعه فکر کن. مادر بس است دیگه. لطفا مادر جان دیگه در کارهای ما غرض نگی. خودم میفهمم که زندگی خدا چه قسم پیش ببرم. آی قدرت های، پدرت چیز گفته نمیتونم اما حق به جانب است. تو قصدن قسم میکنی. نمیفهمم که چرا امرای چتنه سادت میکنی. شما بگوین حالا چطوری ادامه خواهد دادم خالایشه؟ چطوری درد تحمل کنم؟ فکر که مدمت ندیدیم. هر چیزی که از او بود تو را نادیده بگیرم. اما قدرت چطور میشه ها؟ هر بار که را میبینم و صدایش مشنم قلب ما آتش میگیره. چطور میتونه میره تحمل کنم؟ باید صبر کنی بچه. سر قهر و غضب خود حاکم باش.
وامان بدی ها شو. هر بار که قدرت دیدی ایره به یادت بیار که او انسان است. از خطا و اشتباه هیچ وقت خالی نیست. این کار به خاطر جگرخون ساختن ما کده. میتونست کسی دیگر انتخاب کنم و بس دمت انتخاب کرد. چیزایی که تو داری او نداره. از این خاطر کار کرد بچه. وقتی انسان کم بود خدا در وجود کسی دیگه میبینه حسود میشه. قدرت در بین شما تنها کلان شده. متوجه هستی؟ یعنی او هم میخواه چیزایی که تو داری او هم داشته باشه. لطفاً بانندگی خانمش. من چی دارم؟ نه پدر دارم، نه مادر، نه پول دارم، حتی من یک وظیفه خوب ندارم. خواهر کلان داری، خواهر خرد داری، یک صمیمیت بینتان است بچه. توی همه را کم فکر میکنی ها؟ قدرت در بین شما تنها کلان شده بچه. کم است که قدرت شما حق و جانب ثابت کنین. قدرت اشتباه کده. او هم بسیار اشتباه بزرگ کده. اگه تو هم میخوای او اشتباه را تکرار کنی باز هیچ وقت موفق نمیشی بچه. اگه همگی بخواه بدی کنه باز تمام دنیا از بدی ها پر میشه. اما تو مثل اونا نباش بچه. هر باری که ضرر دیدی با اونا نزدیک باش، با نزدیکایت باش. تا وقتی که کاملا راحت نشدی گپ بزن، گوش کنی، کدام دیوانگی نکنی. تمام زخمات خوب میشه اما پشیمانیش باقی میمانه بچه. میشه مرا چند دقیقه تنها بونین لطفاً؟ باید کم تنها باشم. درست است چتر. دوباره کل چیز فکر کن. خب اگه کینه بگیری چی به دست میاری ها؟ و اگه کینه داشته باشی چی چیزا را از دست میتی؟ ما منتظر تصمیم درستت هستم. من میرم همراه دیمت گپ میزنم. مطمئن هستم که مصرف میشه بچه. خدا را شکر که امروز خوب هستین. خدا را شکر. بسیار میترسیدم که تو را چیزی نشه. یعنی به خاطر شما ترسیدم. به نظر من دیگه ای ما و شما را بانیم خانم اسما. نظرت چی است ها؟ هنوزم قبول کردن نمیتونم. کی به شما؟ یعنی میتونه به شما ضرر برسانه؟ فهمیدم میخوای بگویی که کی امرای ما مشکل داشته میتونه ها؟ بله، باید بفهمیم که کار کی امرایتان کرده. کاش که میفهمیدم. عقلم قبول نمیکنه. من فکر میکردم که هیچ دشمنی ندارم، اما معلوم میشه که قسم نبوده. اما تشویش نکنین، بالاخره معلوم میشه که کار کی بوده. خدا را هزار بار شکر کالو خوب هستین. زنده باشی خانم اسما. تو هم به زحمت شدی. خواهش میکنم. چیزی میخواین براتون بیارم؟ میخوای کتاب بخونم برات؟ ایرادت کردن نمیتونم اسما جان، زیاد خوش میشه. خب دیگه شروع میکنیم. درست است، ما میشنم. خیرات باشه انشالله.
خواهر جانم خوش آمدی. داخل به قسم استاد نشد جانم. خوش آمدین خانم چنار. لوبیا را چیندم اما میرم که دیگه سر گاز بانم. دمت چند دقیقه باش دخترم، میخوام امرت گپ بزنم. خیرت باشه انشالله. نیکه کدام اشتباه کرده ای دختر؟ خواهر اگه اجازت باشه میخوایم ترا با هم گپ بزنیم. خب درست است. ایجا برما بده. من براتان قهوه آماده میکنم. بیا دخترم چند دقیقه اینجا بشینیم. دمت دخترم من سرت قهر نیستم. در جوانی هر چیز امکان داره، اما چیزی که مهم است این است که همیشه متوجه اشتباه خود باشیم و دیگه هیچ وقت تکرارش نکنیم. شما مرا گناهکار فکر میکنید؟ هیچ باورم نمیشه خاله عایشه. ما خود کدام چیزی برات نگفتیم. اینجا به خاطر مقصر گفتن تو نه، بلکه آمدیم ازت کمک بخوایم. اونا مثل بیدر هستن. با وجودی که را میفهمی به نظرت داخل شدن در بین اونا و دشمن ساختنشان کار خوب است. ما کار اشتباهی انجام ندادیم. وقتی همراه چتن معرفی شدم قدرت خبرم نداشت. اما بعدن خوب فهمیدی دختره، فهمیدی که قدرت بیادر چتن، فهمیدی که بچه کاکا هستن. بعد از چتن هیچ کس حق ندارد از زندگیم بیایه خاله. من حق ندارم کسی را دوست داشته باشم. دمت تو فهمیدی که من میخواهم چی برات بگویم. منظورتان این است که از قدرت منصرف شوم؟ هموتا نیست. شما این رزم خواسته نمیتونی. من به هیچ کسی حق نمیتم. توبه توبه. چنار امرای دمت چی کار داره ها؟ اینا درباره چی گپ خواد زدن؟ من بازم دختر کدام کار کرده؟ نمیشه دخترم، این قسم دو بیدره دشمن ساخته نمیتونی. عاقبت ای کار هیچ خوب نیست، متوجه باش. ببینین ای که اونا بچه های کاکاستن گناه من نیست. البته که گناه تو نیست، اما اگر به این رابطه ادامه بده اشتباه میکنی. او هم بسیار یک اشتباه بزرگ. دیروز چتن و قدرت همدیگه به چشم دشمن میدیدن. دخترم این کار گناه داره. اونا مثل بیدر هستن. لطفا در بین اونا هم مداخله نکن. از قدرت منصرف شو. ما از چتن جدا شدیم خاله عایشه. حالیام همراه قدرت هستم. اگه با هم دشمن میشن باز این مشکل خودشان است. دمت چیزی را که شنیدم راست است. تو چی کردی دخترا؟ خواهر آرام باشد قید شوم. ما با هم گپ زدیم. اما باور کنین گناه من نیست. به خدا قسم گناه من نیست. البته که اشتباه خودم میفهمیدی. از همین خاطر دهی چرا صدایت نمیکشیدی. من میگفتم که تو چرا عاجز شدی دختر. خواهر درست است، آرام باش. بسیار برات شرم است. محترم قسم کلان کردیم دختر. خواهر بیبی ما بسیار جگرخون هستم، اما با این کار چیزی حل نمیشه. بیا که بارامی گپ بزنیم. خواهر چی میگی ها؟ چطور گپ بزنیم خواهر جانم؟ من چطور طرفت ببینم ها؟ خواهر تو کدام کاری نکردی؟ البته که اشتباهی مام است. اگر نه دختر قسم نمی بود. من فکر سیر کردن شکم ای بودم و ای در قصه ای کارا بودم. در اینجا اشتباهی مام است خواهر جانم. فهمیدی؟ کسی هیچ اشتباهی نکرده. اما ما و قدرت یک دیگه خود دوست داریم. من از کجا میفهمیدم که قسم میشه؟ باید میفهمیدی که در کجا پیدا خرابه. دیگه بیرون بریم لطفا. خواهر بلیاز خود آرام باش. زنه با
باید دعا کنی فامیدی لوده. خواهر درست است، بیا. باری لایک کن. اونه یک دقیقه بان که لطو کپ کنم تا عقل سرش بیه. درست است خواهر، یک بیعقلی کده. با این کار هیچ چیزی حل نمیشه. حالا بیا که بشینیم. نباید خود جگر خون بسازی. تو چرا از اول همه گپاره برای من نگفتی چرا جان؟ او را آدم حساب نکنی که امرش گپ میزنی؟ میفهمم که امرش چی کنم. لط کدن رای حل نیست خواهر. باید با هم دسته یکی کده این موضوع را حل کنیم. آه دمت، آه من ترا چی بگویم دختر جان؟ گفت که از قدرت منصرف نمیشه، من قسم گفت. حالا من چی خواد کردم؟ نمیفهمم خواهر جان. او خود تمام خانواده ما را تباه میکنه. انسان ها همه قسم قاتل ها میشن خواهر. خدا نکنه خواهر جان. بان که یک دفعه آرام شد باز با خوبی امراش گپ میزنیم. جوان است دیگه. کسی را که دوست داره به قدر آسانی ایلاش نمیکنه. دوست داشتن سرش بخوره. خودش رسوا بود حال مرام رسوا ساخت. قدرت اشتباه کده. او هم بسیار اشتباه بزرگ کده. اگه تو هم میخوای او اشتباه را تکرار کنی باز هیچ وقت موفق نمیشی بچه. اگه همگی بخواه بدی کنه باز تمام دنیا از بدی ها پر میشه. اما تو مثل اونا نباش بچه. فکر کن، خوب فکر کن. اگه کینه بگیری چی به دست میاری؟ اگه کینه داشته باشی چی چیزا را از دست میدی؟ ما منتظر تصمیمی درستی هستم. فکر کنم خالای شهق با جانب است. با از بین بردن قدرت چیز به دستم نمیآید. حتی ارزش نداره که به خاطر او احمق و زندان برم. اما هیچ وقت نمیتونم همراه او در یک خانه زندگی کنم. نه خیر، نه خیر، نه خیر، نمیتونم در اونجا باشم. هیچ چاره‌ای ندارم، من باید از اینجا برم. اگر نه هیچ وقت قلبم آرام نمیشه. خواهر جانم، من نمیفهمم که برای چی بگویم. خواهر ازت معذرت میخوایم. با پایت مفتم چی کنم دیگه؟ تو بگو دختر. آی خواهر تو هیچ گناهی نداری. لطفا نقسم نگو. گناهیم از خواهر جان. او دخترم ما تربیه کردیم. حتما دیام مقصر مست که دختر قسم شده. اما نمیفهمم که در کجا اشتباه کردیم، در کجا و چه قسم اشتباه کردیم نمیفهمم. ما هرچی بگویم بیفاید از خواهر. در جوانی همه قسم میشه. باید اونا را کمی درک کنیم. نه خیر خواهر جان، نه خیر. گناهی که قصدن انجام میدیم ربطه به جهالت نداره. یا رسما ظلم میگن، فهمیدی؟ آدم باید بفهمه که چی میکنه و چی نمیکنه. تو سردمت قهر هستی، اما گناه اصلی از قدرت است. به خاطر که چتن قهر بسازه ای کار میکنه. میفهمید که آخرش قسم میشه. خب حالا چه خواهد شد؟ دو بیادر به خاطر یک دختر دشمن یک دیگه خواهد شدن؟ هر کاری که لازم باشه انجام میکنم. تو هم دعا که خواهر جان که از این مصیبت خلاص شویم.
من تحمل دیدن ایره ندارم که حالا آدمی که دیگه خود از بین ببرن. عمر چطور از بیادر؟ دیشب خوب معلوم نمیشد اما امروز که گپ زدم خوب بود. خدا را شکر بیادر. حالا دیگه ناوقت نکو بخیز به شفاخانه برو. من متوجه اینجا می باشم. به شفاخانه میرم اما وقتی که بچه مده حالت میبینم باز سرم از شرم بالا کده نمیتونم ندیم. با آن دیگه بیادر خدا اینقدر شکنجه نکو. حالا دیگه کم خندام کو. چطور بخندم ندیم؟ با وجودی همه گناه های بزرگی که انجام دادیم چی رقم بخندم؟ اگه عمرم از بین میرفت، اگه بالای از ما کدام بلایی می آمد، باز مسئولی همه می بودم. ظلمی که همراه خانم چنار کدم بس نبود که حال برش درد دوری اولادم می دادم. حق با توز بیادر اما حال خوش شده. حتی امکان نداره که حقیقت با کسی بگویی. تو مجبور هستی که غم و گناه تا در قلب خود جای داده به زندگیت ادامه بدی. بسیار سخت است ندیم. وقتی که مسئول کارات باشی و قسم رویه کنی گویا که هیچ چیز نکده باشی بسیار سخت است ندیم. خب چی خود کردی؟ فکر کو که همین جزای گناه های ده. اما به خاطر خودتو به خاطر عمر همه چیز فراموش کن. خوش آمدی بچیم. خیرت باشه بچه. تو چرا اینجا آمدی؟ نکی میخوایی دمتا؟ خیر چیز قابل تشویش نیست خالایشه. به خاطر مشکل جور کردنم نامدیم. بیاز همراه دم دیگه هیچ گپه ندارم. آمدیم که همراه شما گپ بزنم. حالا خوب شدی بچه؟ خدا خوب احساس میکنی؟ ما درباره گپایتان بسیار زیاد فکر کردم خالایشه و یک تصمیم گرفتم. فکر کردم که اول باید به شما بگویم چون شما زیاد بر من مهم هستین. نگه تصمیم گرفتی که قدرت ببخشی؟ آشتی میکنین همه تو نیست به همین خاطر آمدی؟ نه خیر خالایشه. تا امروز هر اشتباهی که شده نادیده گرفتم اما این بار نمیبخشمش. دیگه نمیتونم همراه قدرت یک جای زندگی کنم. ما از اینجا میرم خالایشه. لوازم خود جمع کرده اینجا را ترک میکنم. چی؟ کجا میری بچه؟ از کسایی که برم درد میتن بسیار دور میرم. از شهری که برم درد و رنج میتن بسیار زیاد دور میرم. تو چی میگی بچه؟ چطور بتانی خانواده تهلا کده از اینجا بری؟ یگانه راه نجاتم همی از خالایشه. دیگه کدوم چاری ندارم. باید یک کشور دیگه برام و یک زندگی جدید آغاز کنم. تا وقتی که در اینجا باشم کینه قلبم هم مره. هم دیگر را از بین خواد برد.
ببین که بچه را به چه حالت رساندی دختر. ببین که چطور جگر خون ساختی. ببین کم انصاف کو. باور کنین من گناهکار نیستم اما فکر میکنین با دیدن حالت چتن من خوش میشم ها؟ مام نمیخواستم که یک قسم شوه. اگر نمیخوایی که چتن جگر خون ببینی بازم یاله به قدرت زنگ بزن. برش بگو که او را نمیخوایی دیگر نمیبینیش. گرچه نمیفهمم که بعد از این رابطه دان چطور خود شده اما بازم نه خیر. نه به خاطر چتن از خاطر جدا می شما نه به خاطر کس دیگه. خواهی که اصابم از زیادتر خراب کنی. اخلاق آدم و وجدان تو همی از دخترها. وقتی اگه انسان جگر خون بسازی باز تو هم انسان شمرده نمیشی. ارزشی را داره که تو بیادر دشمن بسازی. ما و قدرت یک دیگه خود دوست داریم. هیچ کسی مانع ما شدن نمیتونه فهمیدین؟ خوب گوش کن. راهی که میری به ترکستان میره دختر. برات گفته باشم بالاخره تو تبا خود چی دی فهمیدی؟ نمیفهمم که برای چی بگویم. خداوند تو را اصلاح کنه. اما شما چی میکنین؟ بعد از این موبایلم دست گرفتن نمیتونی. تا وقت کوشیر نشدی و از بچه جدا نشدی از خانه بیرون رفتن نمیتونی. اوف بازم من گناهکار شمرده شدم. چرا کسیم نمیفهمم من هیچ کار اشتباهی انجام ندادیم. خواهش میکنم نرو بچه. اگه به خاطر من نمی باشی به خاطر خواهرایت باش. اونا را در اینجا تنها مانده نرو لطفا. با ما مسا نیست خالایشه. شما بهتر میفهمین که سر ما چی آمد. چی برای بزرگ سرم آمد. میفهمم میخوایی کسایی که بر درد داده ازشون فرار کنی. اما با مرور زمان همه چیز خوب خود شد. لطفا این کار نکن. تا وقتی که قدرت باشه از این کار خود دست نمیکشم. لطفا مرا درک کنین خالایشه. ای به خوبی همماست. خدا حافظ خالایشه. Hasret kor gibi yaktı beni. Yangınlarda kalbim yaralı şimdi. Anne duy sesimi. Anne bırakma beni. Hayat bir oyun gibi, belki umutlarımız vardı halbuki. Ne olur affet anne, ben kendimi affetmesem bile sen beni affet. Utanıyorum ama lütfen bana hakkını helal et. Yine bana kızım desen, sarsan yaralarımı. Üşüyorum ah örtsen ayıplarımı. Yine bana kızım desen, sarsan yaralarımı. Üşüyorum ah örtsen ayıplarımı. Yine bana kızım desen, sarsan yaralarımı. Üşüyorum ah örtsen ayıplarımı. حالا تو با خود وعده نکرده بودی که به اولادایت مادری میکنی و همیشه میخوای بالای سرشان باشی ها؟ بگو برام ترا چی شده که قسم گریه میکنی؟ تو باید وظیفه مادری تا انجام بدی. خانواده تا یک جا بساز فهمیدی؟
برو همراه چتن گپ بزن. حالا برو همراهش گپ بزن. برو خانه بساز. حق با توست خواهر. حالا که با اولادم رسیدم اجازه نمیتونم از پیشم دور برن خواهر جان. از هیچ کدامشون جدا نمیشم. آفرین خواهر جان من. خداوند انشالله کمک کنه. حالا دیگه برو چتن خانه بساز. حالا دیگه پیش از که نان سرشب بخو. نوش جانه. غذای بینمک و بیروغن شفاخانه دلم. چی نظر داری که از بیرون یک پیزا بخوایم ها؟ معذرت میخوایم اما باید بخوری. به خاطر خوب شدن باید تیره بخوری. اگه نخوری باز به زور میتم تا قامر. تا که نانو تا خلاص نکنیم از اینجا هیچ جای نمیرم. فهمیدی؟ تا پیشتر چقدر خوب کتاب میخواندیم و تواقیشم بخوان بعدن باز میخوریم باز خانم اسما. درسته؟ بازم با این گپایت میخوای مرا فریب بدی؟ اگه به این قسم میخوای مرا فریب بدی باز اشتباه میکنی. و ها اگه نانو تا نخوردی باز من برات کتاب نمیخوانم گفته باشم. وقتی که اولین بار امروز معرفی شدم بین ما بسیار دیوارا بود. تو را بیگانه فکر میکردم. اما وقتی که تو را شناختم باز تمام چیز تغییر کرد. چی تغییر کرد؟ یعنی در پشت او روی سردت خانم اسما یک قلب پاک و مهربان جا داشته خانم اسما ای را حال فهمیدم. یعنی از ظاهر قسم معلوم می شدم؟ خب شاید دلیلش نداشتن پدر و مادر بوده عمر جان. میترسم که قلبم نشکنه. از این خاطر نمیخوایم با کسی صمیمی شو. دیگه نترس. تا وقتی که ما باشم هیچ کس قلبت شکستانده نمیتونه. ما با هم دوست نیستیم؟ یعنی اگه کسی بخواه قلبت بشکنانه باز ما جزایش میتم. تشویش نکن. مطمئن هستم که کسی تو را رنجانده نمیتونه. برصورت من دیگه میرم. فردا صبح وقت میایم. تو نان تا بخور که سرد نشه. با چیز ضرورت داشتی زنگ بزن. اسما کارهایی که برام میکنی هیچ وقت فراموش نمیتونم. تا مانده بود قلبم استاد شوه. اسما جان تو را چی شده؟ به خود بیا. اون بر به قسم یک دوست ازت تشکر کرد. چرا تو دیگه قسم فکر میکنی؟ تشویش نکنین خانم کاکا. دیگه چهره من نخواد دیدین. من میرم. شما از من نجات پیدا میکنید. باید میرفتی چتن جان. حتی به خاطری تصمیم دیرم کردی. خلاص شد. از شرش نجات پیدا کردیم. حالا دیگه نوبت دیگهش است. دیدی که به خاطر ما چی شد؟
او بچه بیچاره از خاطر تو خانه خود اعلام میکنه. انشالله کوره خانه بسازن تا که خانواده‌شان از بین نره. اگر نیش نمیفهمم که با یه عذاب وجدان چطور زندگی خود کردی دختر. به نظرتان من مقصر هستم؟ چتن هیچ گناهی نداره. اما اگر او جنگ نمیکرد باز با آرامی موضوع را حل میکردیم و باز به این حالت نمیرسیدیم. دختر تو چطور که خودخواه شدی ها؟ صبر کن برم بته. بله سیبل. نه خیر دخترم گپ زدن نمیتونی. با چند وقت نمت دیدام نمیتونی. تو را چی؟ خب دیگه خداحافظ. تا وقتی که هوشیار نشدی هیچ کس دیدن نمیتونی. فهمیدی؟ اگه از خانه بیرون شوی باز پایای دمش کننم. حالا دیگه گم شو به اتاقت برو. انشالله که ناوقت نکدیم. صبر داشته باش. ما آمدم. اجازه نمیدم که همگی ما را الا کده از اینجا بری بچه. چتن ای کار نکو بچم. صدقه چام لطفا نرو. هر بار که مشکلات بیایی تو هم قصه فرار میکنی. کوشش نمیکنی که برش یک راه حل پیدا کنی بچم. خالای شما به قدرت بسیار زیاد وقت دادم. دیگه هیچ راه نمانده. بعد از این دیگه نه او بیادرم است نه بچه کاکایم. فقط دشمن هم دیگه استیم. تا که یکی مازی خانه نریمی خانه آرامش پیدا نمیکنه. بچم چتن بیا بشی. خواهش میکنم دفعه گوش کو. زد نکو بچه. مورا علاقه نرو من ازت حمایت میکنم. مدام مشکلات همیشه همرات میباشم. تو رو تنها نمیمانم بچم. این قسم همه چیزه علاقه از اینجا نرو لطفا. تا وقتی که امروی قدرت یک خانه باشم درد و رنجم خلاص نمیشه خالایشه. با خاطر دور بودن از قدرت دلت میخواه که سحر و اسمار علاقه از اینجا بری بچم. اونا به تو ضرورت دارن. تو هم با اونا ضرورت داری. در این حالت انسان فقط به حمایت و محبت خانواده خود ضرورت می داشته باشند. خدا حسیر تنهایی نساز. این کار نکو. مسرت میخوایم خالایشه. ما تصمیم خود گرفتیم. در این بکسانا لباسای تنه بلکه قلب پر از دردتان میبری. به هر جایی که میری برو اما این درد و مشکلات همراهت میباشه. تو مجبور نیستی که به تنهایی درد تحمل کنی. بیبی من همراهت هستم. وعده میکنم که مشکلاتت خلاص میشه. مشکلات تا یک جای با هم حل میکنیم. باید یاد بگیری که همراه مشکلات چقدر مقابله کنی. این اولین و آخرین امتحان تو نیست. با فرار کردن هیچ چیزی را حل نمیتونی. همینجا میباشی و مبارزه میکنی. بیبی ما همراهت هستیم. سحر، اسما و ما. اجازه بده کمکت کنم. میباشی اما تو نیست. میگذره بچه. تمامش میگذره. دیگه جگرخون نباش. وعده میکنم همیشه همراهت میباشم. این مشکلات با هم یک جای سپری میکنیم. گریه نکن بچه. گریه نکن نور چشمه. امی که کارم خلاص شد عاجل به اینجا آمدم مامر جان. کارم کم زیاد است اما من حلش میکنم جانم. دلت جمع باشه. تشکر میکنم. یک دوست خوب و هم یک شریک خوبم هستی. خواهش میکنم مامر جان. چیزی را که میخوایم
فقط امی است که پیش تو باشه مامر جان. از او خاطر جگرخون میشم. جگرخون نشو. اسما شب و روز همینجاست. کفایت میکنه که تو کارا را پیش ببری و بس. بچیم درباره کار گپ میزدین؟ خواستم یک بار شما را ببینم. بیاین پدر جان بفرمایین. دخترم خوش آمدی. تو چطور هستی بچیم؟ حالا کم خوب شدی؟ به چیز ضرورت داری؟ من خوب هستم پدر جان. لطفاً دیگه تشویش نکنین. چند دقیقه پیش پلیس آمده بود. نمبر پلیت موتر و آدم پیدا کرده. پدر شما خوب هستین؟ کاکا خلیل آب بنوشین. خوب هستم. بچم گفتی پلیس؟ بله نمبر پلیتش پیدا کردن، اما فکر نمیکنم که از دو چیز باید استورده بتونن، چرا که موتر دزدی بوده. هر کسی که این کار کرده باشه انشالله جزای خدا میبینه. دلتان جمع باشه کاکا خلیل جان. او را حتما پیدا میکنن. ما در تعقیبش میباشیم. اونا جزای خدا حتما میبینن. عمرم تمامش گناهی من است. بالاخره جزای خدا خواد دیدم بچیم. ما میرم که براتان چای بیارم. مینوشین نی؟ مینوشیم پدر جان. کاش بفهمی که چقدر پشیمان هستم بچیم. من چطور قدر بد شده تونستم. به خاطر من تو در این مشکل افتادی. چای تازه برات آوردم، گرم بنوش. چتن خیرت باشه، تو خود گفتی که میری، چی شده؟ نمیره. من ازش خواستم که باشه، خیر ببینه گپ ما قبول کرد. مادر ما دیگه میرم. بچه‌م در این وقت شب کجا میری؟ کجا میرم دیگه؟ پیش دمت میرم. آرام باش بچه. دخترم میخواستم امرای خانواده معرفی کنم اما نشد. وقت شب شده قدرت. چیزی نمیشه مادر، من طفل نیستم. من دیگه رفتم، خداحافظ. او بیچاره چی کنه دیگه؟ تمام خوشی های زندگیشه گرفته، این ده خانه بوده نمیتونه. از دست شماست. خب دیگه من با اتاقم میرم. شب بخیر. درست است بچم، شب بخیر. چتن چی کده باشه؟ مادرم هم هیچ زنگ نزد. انشالله که کل چیز خوب باشه، که مادرم هم به تشویش نسازه. ارجمند تو آمدی؟ ما هستم زندگی، ما هستم. میبخشی دورو خوابیده؟ سر پایم خوابش برد. خیرت باشه، چطور که وقت آمدی؟ همین که کارم خلاص شد زود آمدم. گفتم پیش از اینکه خانواده‌ام بخوابن ببینمشان. راستی کمانده بود فراموش کنم ایره بگی. فردا صبح بلاره تحویل کجان. دوستم زنده باشه. قرض خدا پرداخت. برای چیز آماده کنم؟ چی میخوایی؟ کیک مزه‌دار آماده کردیم، میخوری که بیارم؟ اوف البته که میخورم. کسکا امروز چی گپا بود؟ مادرت گفته بود که مهمان داریم، اما تا حال خودش درکشان نیست. چیزایی که پخته کرده بودم اما تو ماند.
میگه که بدیدن دمت میرم. در پیشروی میگه که بدیدن دمت میرم. میگه که کسی نمیتونه من عشق من شود. توبه خدایا. قدرت، تا دیروز تو درباره عشق چیز نمیفهمیدی. ای کارو نکن چتن. بدرد هنوز طفل است. تو همراهش ای کارو نکن. خواهش میکنم اشتباه را تکرار نکن لطفا. شیطان خوش نساز. شماره را که شما به تماس شده اید فعلا خارج از ساحه می باشد. لطفاً بعداً به تماس شوید و یا بعد از شنیدن صدای بیپ. ایده مثل اودادگه کجاست؟ حالی هم سر ما خود ایلامه ده. قدرت، تو در اینجا چی میکنی؟ اگر کسی ببینه؟ چی میکردم دیگه؟ با تشویش شدم. موبایلتم خاموش است. چرا خاموش است؟ تو نمیفهمی که چی شده؟ وقتی که عمیم از کل چیز خبر شد باز دیوانه شد. موبایلم از پیشم گرفت و مرام در اینجا زندانی ساخت. چی میگی؟ بسیار بد شد. بیوزو عمیم زیاد قهر شده بود. حالا اگه تو رام ببینه باز دیگه هم قهر میشه. لطفا از اینجا برو. درست است. میرم. کل چیز خوب میشه. بالایم باور کن. مدورو را در جوش میبرم. بله نجاتی. کجاستی رفیق؟ کجا می باشم دیگه؟ در خانه هستم. مذاق میکنی احمق. امشب باید بازی میکردیم. حالا دیگه بیا قهوه خانه منتظرت هستم. نه خیر بیادر جان، بسیار زیاد خسته هستم. استراحت میکنم. نه خیر، حالا به حیدر بیادر زنگ بزن. بعدن باز یک روز دیگه خود دیدیم. وقت خوش. حالا دیگه قطع میکنم. خداحافظ. درست است؟ حالا دیگه دوستم به همگی سلام بگو. نجاتی کارگر ما بود. میگه که حیدر بیادر آمده. بیا که با هم پیشش بریم. صدقه جان بلی از خدا ای قسم نکو. سحر ای قسم نکو. اینه با چشمایت میبینم، دروغ نمیگم. درست است. ما میخوابیم. تو هم وقت نکنی یا فردا باز بیدار شده نمیتونی. ترگوت جان؟ ترگوت؟ خوب هستی؟ شروعی کارم رو امکدی دمت. تو نمیفهمی قدرت فقط از تو استفاده میکنه. چرا رابطه ما رو خراب ساختی؟ چتن جان، میشه کمه با هم گپ بزنیم؟ اگر متوجه باشی دو روز میشه که همگی در خانه جگر خون است. همگی سر یک موضوع قهر است. کاکایت به خاطر که تو را چیز گفته نمیتونه بالای اولاد خود، بالای قدرت غال مغال میکنه. فکر نمیکنم که یه حالت تو را خوش ساخته بتانه، اما تو نیست. باز چرا انوزم ده اینجا استی بچیم؟ آیشه یک زنه احساساتی است.
به خاطر که اولاداش نیست خدا توسط شما تسلی میده. او را خو میفهمی. پس تو چرا گپ او را قبول کرده از رفتنت منصرف شدی چتن؟ درست است. شاید بالای ما قهر شوی. تو را درک میکنم اما شاید رفتنت به خوبی همه ما باشه چتن. تو قدرت هیچ وقت جور نمیین. تا وقتی که اینجا باشی این وضعیت اما تو ادامه می داشته باشه چرا نمیفهمی؟ کاکایت بالایت زیاد حق داره. تو حق نداری که ای بدیر همراهی خانواده خود انجام بدی بچیم. برو از این خانه برو چتن. برو تا که همه ما آرام شویم. برو که ای جنگم خلاص شوه. خدایا با کمک تو محتاج هستم، برم کمک کن. خواهش میکنم از اولادای محافظت کن، با اونا کمک کن. چتن و قدرت و آشتی بنداز، دشمنیشان از بین ببر، رابطهشان را دوباره خوب بساز خدایا. اخلاق و رویشان را نیک بساز. اسمای ما آینده دختر مقبول ما درخشان بساز. خانه سحر ما باغچه پر از آرامش بساز. آرامش ما را از ما نگی یا رب. حرفای من چی شده؟ خواهر من دیگه نمیتونم فوتبال بازی کنم. خواهر لطفا یک چیز بگوی. جگر خون نباش بهتر جان. دبای پلاتین نصف کرد. خواهر اگر دبای پلاتین نصف کنن من نمیتونم فوتبال کنم. نه خیر. نه خیر. آرام باش. من نمیخوایم که در پایم پلاتین دست کنم. آرام باش. میشی جان خواهر کنه چیز از ما گرفتن. جان خواهر لطفا قسم نگو. لطفا چکر کن که قدم زدم میتونی جان خواهر. پشت من اعلام کن. تمام شد. ما دیگه خلاص شدیم. پشت من اعلام کن چته. بانک هر کس برای خود بره لطفا. تو چی میگی ها؟ گوشایت کر است؟ نمیشنوی ها؟ دوست دختر خودم میخوایم امرای مادرم معرفی کنم. دمت این حقیقت داره؟ برو از این خانه برو چتن. برو تا همه ما آرام شویم. برو تا این جنگم خلاص شود. شما حق با جانب هستین خانم کاکا. ما یک نفر اضافی هستم. تا وقتی که از این خانه نرم هیچ مشکل حل نمیشه. سحر خواهر یک دانیم، خواهر بزرگم، همه چیزم، اسمایم و خاله عایشه که مثل عضو خانواده ماست. خاله عایشه جانم، ما بسیار جد فکر کردم و تصمیم گرفتم
که رفتنم از این خانه ضروری است. اولادای عزیزه، انشالله که روزای سخت با سپری میشه. این عمر کوتاهی را که خداوند بر ما داده، انشالله که با هم سپریش میکنه. سایه مادرتان همیشه بالای سرتان میباشه. خدا را شکر که یک بلا از سر ما کم شد. بچه سحر خواهر یکدانی، خواهر بزرگم، همه چیزم، اسمای و خالایشه که مثل عضو خانواده ماست. خالایشه جان، ما بسیار فکر کردم، تصمیم گرفتم خواستم از این خانه برم. لطفاً بالایم قهر نشه، به خاطر که جگر خون نشه. ما خواستم این تصمیم بگیرم و از اینجا برم. بعد از این دیگه توانه این مشکلات نداشتم. خالایشه، میفهمم که شما مرا درک میکنین. روزی که تمام دردها و رنجها را فراموش کردم، دوباره به خانه برمیگردم. پیش شما میباشم، اما حال باید برم چون مجبور هستم. ای را باید بفهمین که شما را بسیار زیاد دوست دارم. در هر جایی که باشم قلبم به خاطر شما خاطبید. شما را بسیار زیاد دوست دارم.
خیر، نه خیر، من اجازه را نمیتم. اجازه نمیتم که اولادم از پیش چشمایم دور شود. نمیخوایم شما را از دست بدم. هیچ کدام تا نمیخوایم از دست بدم. جواب بده بچم، خواهش میکنم موبایلت جواب بده. دیگر نمیتونم برای قدرت این خونه زندگی کنم. من میرم خانهایش. تمام لوازم ما جمع کرد از اینجا میرم. نه خیر، نه خیر، چه رفتن نمیتونم. در این وقت شبی کجا میره؟ لطفا جواب بده چتن، خواهش میکنم بچم جواب بده. لطفا مرا ببخشین خاله عایشه. لطفا از پشتم نیایین. همی به خوبی همه ماست. تریلا نمیتونم، روان کردن نمیتونمت. اجازه نمیتونم که تو را از پیشم ببرن. صبر کن، بلیاز خدا صبر کن. با میدان هوایی برو، با میدان هوایی. زود باش بیادر، لطفا زود شو. خدایا لطفا امرایم کمک کن، مرا با بچیم برسان. چتنم بلیاز خدا مرا الا کدن نرو. یک کمی دگام تیزتر برو. این موضوع زندگی کسی است، لطفا مرا زود برسان. در این سرک بیشتر از این سرعت من است. ما کوشش خدا میکنم که زودتر برسیم خانم.
شما خوب هستید؟ خوب هستم، تشکر. رفتی بچه؟ مادرت در اینجا تنها مانده رفتی؟ دیگر نمیتونم امر قدرت دهگاهانه زندگی کنم. من میرم خاله‌اش. تمام لوازم خدا گرفته از اینجا میرم. یگانه راه حل فقط همی از خاله‌اش. دیگر هیچ راهی ندارم. ده کشور دیگه میرم و یک زندگی جدید آغاز میکنم. اگر اینجا باشم آرامش خانه را از بین میبرم. بهتر است که من در بینتان نباشم. چرا چتن؟ چرا اجازه ندادی که همراهت باشم؟ من چطور دوری تو را تحمل کنم؟ بدون تو چطور زندگی کنم بچه؟ خدایا به برکتی آزار مقدس ما هنوزم از بوی اولاد خود سیر نشدیم. اونا را درست آغوش نگرفتیم. خواهش میکنم بچه ازم نگی. امید من، زندگی من ازم نگی خدایا. تو توانستی خدایا. لطفا مرا به اولادایم برسان. قسمی که به تمام عالم کمک میکنی به ما هم کمک کن. لطفا مرا ناامید نساز. اولادایم ازم نگی خدایا. خاله عایشه، تو رو چی شده؟ در این وقت از کجا آمدی؟ خاله عایشه لطفا گپ بزنین، چی شده؟ بله شده قدرت. کاش میفهمیدی که چی شده. چتن رفت. چتن دیگه نیست. ارزش داشت ها؟ حال خوش شدی؟ با رفتن چتن این خانه برات کلان شد بچه. خاله عایشه ما تو چی کردی بچه؟ تو چی کردی قدرت؟ بیازو تمام عمر بیچاره بدون پدر مادر کلان شد. چرا این کارم راش کردی؟ چرا؟ سرت خم نکن. سرت بلند کن و بخند. بیازو تمامی کارا را به خاطر چتن کردی که بره. به مرادت رسیدی؟ چتن رفت. دیگه راحت باش.
نتانستم بچه، کمکت کردن نتانستم، مانع رفتنت شده نتانستم، در روزهای سختت همراهت بوده نتانستم، بازم وظیفه یک مادر انجام دادن نتانستم. شرم از برم، شرم از. بچیم چی شده؟ تو خوب هستی؟ پس شما در بان که برم. ایره چی شده؟ روز یک مشکل نو پیدا میکنه. آخ چتن احمق، بالاخره رفتی. با تمثیل بیگناهی خودتون شرم از خود کنی او یا دشمنه و ساختی احمق. بازم مقصر ما شدم ها احمق. از رفتن چقدر خوش شده بودم. بودن دیگه غم از چتن، نبودن دیگه غم. اما نمیفهمم تو چه قسم یک بلا هستی که هیچ از شرت خلاص نمیشم. جهاد صدقه تحمل کردنش برم بسیار سخت بود. میفهمم که مرا درک میکنین. شاید روزی که تمام درد و رنج فراموش کرده پیش شما بیایم باز روز مرا شاید ببخشین، اما حالا مجبور استم که برم. چتنم، بچه فکر میکنی قلبم دوری اولاد خود تحمل کرده میتونه؟ با رفتنت مرا آهسته آهسته در قبر میبری. تو در اونجا چی خود کردی؟ چه قسم زندگی میکنی؟ آی چطور احمق. البته که دیوانه هستی. باز من مقصر شدم. بین ما و خلایشه آمدی، اما ای کارت بی جواب نمیمانه. باز خواد دیدی بچه لوده به یک شکل تو را پیدا میکنم. او وقت چهره واقعی تو را همگی خواد دیدن. خلایشه هم خواد دید. خلایشه لطفاً قسم نکن، سرم قهر نشو. بیبی باور کو جگر خون شدم، نمیخواستم قسم شبه. چیزی که میشد شد. جگر خونی فایده نداره. چتن از خاطر توی خانه را هلاکت. خلایشه جان ببین، درست است که با هم جنگ کردیم، اما من نمیخواستم قسم شوه. در ضمن به همیش خونه رفته، با چند روز رفته و پس میآید. تشویش نکنین، وقتی آمد باز و وقت خود فهمیدین که من اشتباه نکردیم. بگی بخواد به نظرت کسی که رو نوشته کرده دوباره میآید؟ اگه او نمیآید باز ما پیداش کردم میارمش. همین خوب است که شما جگرخون نباشین. از کجا پیداش میکنی؟ کدام نشانی نداره؟ چه قسم پیداش کردم میاری؟ حتما کسی او را دیده که کجا میره. از همگی میپرسم، بالاخره او را پیدا میکنم.
دیشب باز خواب چی دیدین که دی صبح وقت بیرون میرین؟ بله برق تاویل میکنم بعدشم خانه کاکایت نرو. بله برق تاویل کو زود بیا که در خانه کار است. خانه را پاک کردم. نانم دیروز پخته کرده بودم. دیگه چی کار است؟ پرده خانه کاملا چرک شده. هفته پیش شستم. چی وقت چرک شد؟ چی بفهمم هیچ پاک معلوم نمیشه. باید دوباره شسته شود. تو هم بس کو وقدر بهانه نکو. امروز باید تمام پرده ها را بشویی عروس. درست است. اما در تو خوگو که خانه خالایش امینی. هفته نو میریم یاد کنیم. حالا تو داخل برو. ما بله برق تاویل کرده دوباره میریم. نه وقت نکنی. زود بیایی. بله دخترم. بله مادر. چطور هستی؟ خوب هستی؟ خوب هستم دخترم تشکر. اما صدایت خوب نمیاد. نگه چیز شده؟ چطور خودت بازم جنگ کردن؟ نه خیر دخترم، ما خوب هستیم تشویش نکن. خدا را شکر. راستش میخوایم آمدت را ببینیم اما خوشویم. حق و ناحق برم کار میکشه. به تشویش ما نباش دخترم، ما خوب هستیم. تو متوجه دخترت باش. بیزو اگه بیایی چی خود کنی باز میبینیم. خدا می سپارمت. خدا حافظ مادر جان. معذرت میخوایم دختر. اگه برات میگفتم که بیادرت اینجا را علاقه در رفته باز میامدی. اما وقتی که رو پیدا نکنی چی فایده داره؟ من خود جگر خون شدم. نمیخوایم تو هم جگر خون شوی. روز به روز بهتر میشی ماشاءالله. از برکت شماست. به خاطر همه چیز تشکر میکنم از ما چی کردیم ها؟ راستی چند روز پیش برای چیزی گرفته بودم از یادم رفت که برات بدم. برات یک توفه گرفتیم. بگی ای از تو است. توفه گرفتی؟ چرا خدا با زحمت ساختی؟ گفتم شاید به ضرورت داشته باشی. اما تو خو میفهمی که او را باز کده نمیتونم. میشه امرایم کمک کنی؟ انشالله تر از بلا از همه چیز حفاظت خود کرد. دیگه بدی به طرفت نمیآید. انشالله. زیاد خوشم اومد. ای توفیت بسیار بارزش است. واقعا تشکر میکنم. عمر؟ آی بیادر جان، امیالا خبر شدم. چطور هستی؟ خوب هستی؟ تشکر بیادر جان. قسمی که میبینی خوب هستم دیگه. سلام خانم اسما، شما چطور هستین؟ زنده باشین. خوش آمدین. من خوب هستم. بفرمایید. خب پلیسا چی کردن؟ اون نفر پیدا تانستن؟ نه خیر. راستش فکر نمیکنم که رو پیدا کرده بتونن. دعای مردم پشتت بوده بیادر. بسیار زود خوب شدی. از برکت خانم اسماست. خانم اسما زنده باشه. از امروز اول همراهیم است. نمیفهمم این خوبیشه چه قسم جبران کنم. خوب دیگه، توجه به مریض بسیار زیاد خوب هست. وقتی همراه مریض کسی باشه که همیشه متوجه او باشه، برش قصای خوب بگویه، باز مریض زود خوب میشه. این خود طبیعی هست. اگر کنم سیروم خلاص میشه من میرم پرستار خبر بدم. اوه بسیار با محبت طرفش میبینی بیادر. محمد باز شروع نکو. ما خانم از ما فقط دوست هستیم. قبلا من برات گفته بودم. با آن دیگه بیادر، اگر از ما پرسان میکنی برات توصیه میکنم که احساسات خودت پنهان نکن. برو برش بگو رفیق. عمری وضعیت تا ببین. از دام مرگ دوباره برگشتی. معلوم نیست که فردا چی خود شد. زندگی رو به امروز و فردا نمان. حالی که این فرصت برات پیدا شده به این سادگی از دست نتی. بعداً پشیمان خود شدی. برات گفته باشم.
حالا دیگه اکنو پارتو چرا ما را علاقه رفتی؟ خدا تسلی میدادم که خداوند مرا دوباره به اولادم نزدیک ساخت و زندگی مرا خوب ساخت. خوش بودم که با هم یک جای هستیم. با خاطر هیچ کدام تا تشویش نداشتم. حالا شما را قسم دیده نمیتونم. خدایا برم کمک کو خواهش میکنم. پیش از مردنم میخوایم اولادم یک جای بسازم. میخوایم دشمنیشان از بین ببرم. بله آقا شاهین، ما فعلا در پیش خانه آقا ترگوت هستیم. امی که بچهش بیرون شوه با تعقیبش میریم. در یک جای مناسب رو دستگیر میکنیم انشالله. درست است آقا، براتون اول میتیم. چی میگی قدرت؟ چرا بار بار برام زنگ میزنی؟ گوش کو کم آرام باش نیسا. معلوم میشه که چاتن باز کار خدا کرده. گوشای تو هم پر کرده. تو هم فریبش خوردی ها؟ هیچ باورم نمیشد به خدا. آی بسیار گپای حق ناق میزنی. من زیاد وقت ندارم گپای ناق را گوش کنم. قدرت میرم که در زارم. هر گفتنی که داری زود بگو اگه قطع میکنم. درست از معذرت میخوایم نیسا. امروز درست گپ نزدم، گناهی من است. چاتن خانه را ایلا کرده. همگی فکر میکنن که من مقصر هستم. از خاطر همگی قهر هستن. تو میفهمی که چاتن کجا است؟ لطفاً برام بگو. اگه میفهمیدم بازم نمیگفتم. میخوای به او ضرر برسونی ها؟ گوش کن، قسم میخورم که هیچ کاری نمیکنم. در ضمن بسیار پشیمان هستم. میخوایم که اشتباه خود جبران کنم. میشه که نشونیشو برام بگویی لطفاً؟ حتما نمیخوای کامراتم گپ بزنه. چرا قشلگی میکنی؟ به خاطر خالشه. او ما را مثل اولادای خود دوست داره. وقتی که فهمید او از خاطر من خانه را ایلا کرده و رفته، باز بسیار جگرخون شده. اگر چاتن پیدا کنم شاید قسم قلب او را به دست بیارم. لطفاً اگر نشونیش میفهمی خواهش میکنم برام بگو. بیبی قسم میخورم اصلا برش بدی نمیکنم. میخوایم خالایشم را ماشتی کنم. خالایشه شما خوب هستین؟ چطور خوب باشم بچه؟ نمیفهمم که چتنده کجاست، چی میکنه، با چطور خوب بوده میتونم. لطفاً خالایشه دیگه جگرخون نباش. اشکای تا پاک کن. نشانی چتنه پیدا کردی. او قدر دور نرفته، خارج از شهر نرفته. دمی نزدیکی خانه یک دوست خود است خالایشه. ایم نشانیش است. راست میگی؟
یعنی که چتن هنوزم اینجاست. مطمئن هستی که همین نشانیش هست؟ بله مطمئن هستم. از یک دوستش یعنی از رئیسش گرفتم. زنده باشی. خب دیگه آقا چتن، وقتی گپ کلان بزنی باز حتما همه قسم میشه. اینقدر هم ساده نبوده. وقتی تمام راه ها بسته میشه باز نمیتونی فرار کنی. یعنی در این شهر بزرگ مثل زندانیا خود بودی. مسافرین زیاد شده، تمام طیارات پر است آقا. چند روز میشه از خبر ندارم. کمال دیوانه شام چته. تو خوب هستی؟ چیز نشده خوب هستم، فقط کم خسته شده. چند روز است که به زنگان جواب نمیدی. باز ایستو وقت من خواستی میخوای برام چیز مهمه بگوی. چی گپ شده بگو چته؟ بلیاز خدا بگو چی شده چته؟ ما دیگه به تو کار نمیکنم. باید یک راننده دیگه پیدا کنی. چطور گپای ناغ نزن؟ چرا این کار میخوایی بکنی؟ من کنم کار کردم که سر بد خورده ها؟ نخیر تو چیز نکردی. همین لازم بود. باید از این شهر برو. چطور؟ لطفا نرو صبر کو. درست است. اگه خواسته باشی این کار اعلام کو. اما اول باید گپ بزنیم شاید کنم چاره پیدا کنیم. لغ زحمت نکش. مشکل من هیچ چاره‌ای نداره. از کجا میفهمی؟ بیا کمه گپ بزنیم. قسم معلوم باشه که میخوایی تنها باشی. بیا تو را به یک جای میبرم که کس پیدا کنه نتانه حل. اگه خوشت نامد باز وقت دوباره رفته میتونی. حل دیگه. بیا. باورم نمیشه توی دمه تو قدرت ببین. از این که کدام کار بد نبود که انجام میدادن چته؟ آی باید دیگه چته لیست قصهش نشو. تو خودت چی در خون هست؟ بان هر بلای که سرشان میده. تو به زندگی خود فکر کن. تو هر قدر خواسته باشی اینجا بودن میتونی خانی خودت. با قدر زیاد اینجا نمی باشم. چند روز خواد بودم تصمیم خدا گرفتیم از اینجا میرم. فکر نکن که مرا به زحمت میسازی. من رئیس نه بلکه دوستت هستم. به هر صورت من دیگه باید هر چیز زودتر دانشگاه برم چته. بیبی راحت باش چای صبح بخو امان بگیر اینجا رو خانه خود فکر کن. وقتی که درسم خلاص شد چته بیا باز یک رستوران بریم. درسته؟ درست میاییم. پس خوب است به امیدی دیدار. خدایا تو کمک کنند هستی. برم کمک کن که بچه ما پیدا کنم. خدایا خواهش میکنم چتن بچه ما پیدا کن. برم توانایی بده. کمکم کو پروردگارا.
خاطر چی در جستجوی آفتاب و نور هستی؟ با فرار کردن از تقدیر چیزی تغییر نمیکنه. انسان اگر آرامی قلب خود دور نسازه به هر جایی هم که بره آرامش به دست نمیاره. قسمی که به هر کس خانه خودش امن‌ترین مکان دنیاست. همین قسم باید به یک مریضم توجه صورت بگیرد تا صحت یاب شود. قسمی که اشیاء قیمتی در جای خود ارزش دارن و اما قسم انسان هم در هر جایی که زندگی میکنن دارای ارزش زیاد میباشن. با فرار هیچ چیز جور شده نمیتونه. باید قلب خود راحت بسازیم تا راحت شویم و حتی عذاب وجدانی که داریم باید خود نجات بدیم. در وجود هر انسان بدی وجود دارد. از همین خاطر راحت نمی باشیم. زندگی خودش یک مبارزه است. باید مبارزه کنیم. چرا چوب شدی؟ ما حالا دیگه باید برم. در دفتر کار زیاد است باید حلش کنم. ما خودم از کار دور هستم حالا وقت تو رام گرفتم اما تو نیست اسما. خداوند کسی را مریض نسازه. باورت میشه؟ میخوایم از اینجا فرار کنم. هرچی زودتر سر کار خود برم. میخوایم هرچی زودتر مرخص شو. فعلا پیش دکتر میرم. شاید برات خبر خوش بده. بی صبرانه منتظر میباشم. چی شده؟ چیز را گم کردی؟ دستبندم. فکر میکنم دستبندم کدام جای افتیده. اگه در اینجا افتیده باشه باز پیدا خود کردم. اگه چیز کار نداری من میرم. با خاطر همه چیز تشکر اسما. بسیار مزه دار آمده نریمان جان. دستای درد نکنه. نوش جان خواهر جان. نوش جانتن. خوش آمدین خاله یلدز. اوه بالاخره تشریف آوردین سحر خانم. کجا بودی؟ به خاطر طویلی بل میری چند ساعت گم میشی خانم. پردار ده تشناب برات ماندیم. بانک زیاد بیرو بار بود همیان خلاص شد. حالا میشویم. بانش باشه. برو ظرفا را بشوی که زیاد شده. درست است مادر. آی خواهر جان میفهمی این دختر هر روز ده بیرون است. بربانه بیرون میشه میبینی که 2 ساعت 3 ساعت هنوز میش درکش نمی باشه. هر روز یک بهانه نو پیدا میکنه. نه یفهم درو خسته شده، نه یفهم پیش خالایش میرم، نه یفهم بلا تاویل میکنم، نه یفهم امروز چی کنم. هر روز ده بیرون است. یک دقیقه چشم از سرش بس شه باز فرار قدم میره. به خدا عروسای همسایه را میبینم که هر روز دست پای خوشی خدا چاپی کده میشینن. چقدر خوب است. اما این عروس مرا بیبی حتی یک چایم دم نمیکنه. جان نشانی که گفته بودین اینجا زی منطقه دیگه قسم یک جای نیست. انشالله که همین جستی بچیم. خدایا لطفا ناوقت نکرده باشم. خدا کنه که بچیم دروازه را باز کنه. توبه یعنی نیسای قدر پس زود آمد؟
کنیم؟ فکر کردم که رفتی. فکر کردم که ناوقت کردم. فکر میکنم که تو را هیچ وقت نمیبینم. اما خدا را شکر که اینجا بودی. من همینجا هستم خاله عایشه. ای جایی نرفتیم، لطفاً گریه نکنین. ببینین پیش رویتان هستم. تو مشکایت پاکو بچه. جگر خون نباش. من خوب هستم. همه که تو را دیدم باز بسیار خوب شدم. چرا بچه؟ چرا ما را الا کده رفتی؟ ما خود گپ زده بودیم، تو خود منصرف شده بودی. تحمل نتانستم خاله عایشه. نتانستم تحمل کنم. کاش که پیش ما می آمدی. حداقل برام خبر می دادی. با هم بیرون می رفته. وقت نامیت خواندم جگر خون شدم. از پشتت به میدان هوایی رفتم. تا صبح اونجا منتظر بودم. از هر کس پرسیدم اما دست خالی برگشتم. خاله عایشه، شما بسیار یک انسان خوب هستین. شما کس هستین که مثل شما هرگز در این دنیا کس پیدا نمیشه. لطفاً حقتون رو ببخشین. باور کنین نمیخواستم شما رو جگر خون بسازم. میخواستم برام میرفتم اما تکت تیاره پیدا نتونستم. شکر که پیدا نتونستی. یعنی خداوند دعای مرا قبول کرد. شما از کجا فهمیدین که من اینجا هستم؟ چی فرق میکنه بچه؟ خدا را شکر تو را پیدا کردم و دیدم. حالا بچه بیا که با خانه خود بریم. هیچ وقت خاله عایشه. هر چیزی که از من بخواین انجام میدم اما ایره نخواهید. فعلا رفتن نمیتونم. بخصوص فعلا این کارو نمیتونم. خواهش میکنم زد نکنین. درست است بچه. همین که تو را خوب میبینم و نشانی تا پیدا کردم همین برم بس است. دیگه چیزی نمیخوایم. خاله عایشه لطفاً خدا جگر خون نسازین. در تمام زندگیم هیچ کس با این اندازه دوستم نداشته. حالا اگه شما قسم گریه کنین باز من خدا نمیتونم ببخشم، اما با او خانه اومده نمیتونم. حتی اگه به خاطر شما باشه بازم نمیتونم. درست است بچه. من خوب هستم، تو تشویش نکن. کم احساساتی شدم. تو متوجه خود باش. خدا خسته نساز. خب دیگه حال میرم. صبر کنین تنها نرین، من میرسانمتان. هیچ ضرور نیست بچه. تو استراحت کن، من خودم میرم. نه خیر بیاز مشکل نیست، من کار ندارم. حالا دیگه چی فکر میکنی رفیق؟ عمری وظیفه طبیبی از دام و مرگ دوباره برگشتی. معلوم هم نیست که فردا چی خواهد شد. زندگی امروز به فردا نمان.
فرصتی که امروز به دست آوردی به این راحتی از دست ندی. بعدا پشیمان خود شدی برات گفته باشم. سلام. میبخشید. فکر میکنم شما را ترساندم. ما عمر هستم. مکان جدید تبریک با شما. بسیار کار خوب کردی. بسیار جالب. تشکر بیادرشان. ینگه جان، شما چطور؟ از مکان ما خوشتان آمد؟ ترسیدم، فکر کردم ترا چیزی خواهد شد. یعنی شما را چیزی خواهد شد؟ به نظرم دیگه ما و شما گفتن کنار میمونیم. نظرت چی است ما؟ میفهمی که ایره باز کردن نمیتونم. میشه امروز کمک کنی از ما جان؟ بچیم چطور هستی؟ عمر جان خوب هستی؟ پدر جان شما چی وقت آمدین؟ متوجه نشدم. تو چی فکر میکردی بچه قندم؟ کدام خبر بدخونه است؟ نه خیر نیست. خوب شدیم دیگه، از اینجا خسته شدیم. اسما رفت که امروی دکتر گپ بزنه، شاید مرا مرخص کنه. خداوند از اسما دخترم راضی باشه. چند روز میشه که مثل عضو خانوادی ما در اینجا است. خیریت باشه. چرا خنده میکنی؟ ای چه همه تو پدر جان. عمر من پدرت هستم. هر چیزی که فکر کنی حتما او را میفهمم. گریه هایت، خنده هایت، تو را چیزی شده برم بگو. یعنی راستش نمیفهمم که چطور بگویم پدر جان. واضح بگو بچیم دیگه. نیک از من میترسی چطور؟ وقتی که گفتی اسما خانم مثل خانواده ماست، یعنی اسما خانم دختر خوب است. در حالت همراه ما بود پدر جان. یعنی اگه همراه ما می بود چقدر خوب می شد همه تو نیست؟ من پیش هدیه خواهر میرم اما فکرم طرف تو خود بود. لطفاً بچه متوجه خود باش. مرا به خبر نمانی، درست است؟ خالایشه زنده باشین. شکر که هستین. تو هم زنده باشی. به خدا می سپارمت. بچه قنده بسیار جگرخون هستی. خدایا تو امرش کمک کن. چقدر میمونه خوب داره. خوش آمدی خواهر جان، خوش آمدی. خوش باشی خواهر جان، خسته نباشی. زنده باشی. چی شده خواهر جانم؟
چرا یک قسم هستی؟ چتن رفت خواهر. چطور یعنی؟ تو خود گفته بودی او را قانع میسازی که نره. حالا باز چی شده؟ ما هم قصد فکر میکردم اما تصمیم خود تغییر داد. یک نامه برم نوشته کرده بود، بسیار جگرخون شدم. دیشب مرا هلا کرد و رفت. فکر کردم که رفته، اما خدا را شکر که پیداش کردم. فعلا نمیخواه که به خانه بیایم. چتنم بسیار درد میکشه. چی بگویم خواهر جان؟ اما مام جگرخون هستم. قلب مام زیاد درد میکنه. این همه کارا به خاطر او اولاد شده که ما تربیش کردیم خواهر. بسیار زیاد بد است به خدا. نمیشه خواهر. هر کاری که میکنم بازم اولادم یک جای ساخته نمیتونم. من کوشش خودم میکنم اما هر چیز برعکس میشه. بسیار زیاد میترسم که اولادم به چیزی نشه. زیاد خونه میخوایم خواهر جان. فقط میخوایم نفسهای آخر مده کنار اولادم بتم. صبر که خواهر جانه. میفهمم گفتنش بسیار آسان است، اما لطفا صبر داشته باش. خداوند بزرگ است. بیبی خدا را شکر که چت نرفته. نباید ناامید شویم جانه. ای بچه کاکای قدرت نیست ها؟ بله. در اینجا چه میکنم؟ نه که بازم میخوای امروی قدرت جنگ کنم. توبه توبه. چطور هستی رفیق؟ خوب هستی؟ خوب هستم تشکر. تو چطور هستی؟ چتن تو آمدی؟ آهای بسیار خوش شدم. وظیفه من دیگه. وظیفت نه، اما اگر به خاطر دوستی ما آمده باشی بسیار خوش میشم. به هر صورت مهمی است که آمدی. حتما چیزی هم نخوردی چتن. بیا که با هم رستوران بریم یک چیز بخوریم. درست است. خدایا پیش از اینکه بمرم خوشیای اولادای خدا ببینم. قدرتم در آخرین لحظات صدای وجدان خدا شنید و بیدار خدا پیدا کرد. تو قلبش نرم بساز خداوندا. پیش از اینکه چشمایم از دنیا بسته شود خوشیایشان برم نشان بده. لطفاً برم نشان بده که چتن و قدرت دوباره رابطشان خوب شود. اونا را یک جای بساز. قلب مرا راحت بساز. دعاهای مرا قبول کن. گوش کده باشی که ماخات نکنی. چی میخوایی؟ را برو. تو چی میکنی؟ را برو. گفتم مرا ایلاک کن. گفتمت که را برو. بیبی قدرت اختطاف میکنن بیادر. صبر که احمد. او رفت. قدرت اختطاف کردن. زنگ بزن به خانوادهش زنگ بزن. تو چی میگی بچیم؟ چی؟
بچیم تو چی میگی؟ چی شده عروس؟ قدرت بود. مطمئن هستی؟ درست دیدی؟ قدرت چیزی شده زحل. گپ بزن زحل. قدرت ما اختطاف کردن. چی؟